سلام عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان و مخاطبین عزیز رادیو دانستگی. بار دیگه این افتخار نصیب ما شد که مهمون خونه‌های گرم شما عزیزان باشیم. من و دوست عزیزم آرش در استودیو رادیو دانستگی این افتخار مجددا نصیب ما شد که بار دیگر بتونیم قسمت دیگری از سری پادکست های رادیو دانستگی رو برای شما عزیزان رکورد بکنیم. آرش جان در خدمت شما هستیم. منم درود میفرستم به همگی. امیدوارم از پادکست قبلیمون خوشتون اومده باشه. من اگر هومن اجازه بده من 3 نکته دارم از به خاطر پادکست قبلیمون و هر وقت هومن جان حرفش تموم شد من این نکته ها رو میگم. ما در خدمت هستیم آرش. خیلی ممنون. همینطور که پادکست قبلی رو گوش میکردم 3 نکته یادم اومد که فکر میکنم در رابطه باهاشون یه خورده بیشتر صحبت میکردم یا چند تا چیز مثلا جا گذاشتم. یکی این بودش گوبکی تپی. حالا میتونیم بخونین گوبکی تپه، ولی من اونجا که شنیدم گوبکی تپی بهش میگن. دوست دارم زیاد درباره‌اش نگم، فقط یه خورده بهتون توضیح بدم چون که خیلی به زودی ازش گذشتم. به خاطر همین خواستم بگم گوبکی تپی دوست دارم در رابطه‌اش یه پادکستی در آینده درست بکنم. همونطور مثلا مخصوصا کسایی که علاقه به پادکست اهرام مصر ما داشتن حتما از این پادکست خوششون خواهد آمد که اصلا این چیزی رو که پیدا کردن، این جایی که پیدا کردن اصلا در کل دنیا همه باستانشناسا هنوز دارن دربارش بحث میکنن اون که چقدر. و نکته دومی هم این بود که هومن جان در رابطه با فیلم اینترستالر صحبت کردم و میخواستم یه توضیح کوچیکی بدم چون که من در این فیلم رو خیلی دوست دارم. منم به هومن بارها گفتم که این فیلم میتونه جذابترین و علمی ترین فیلمی بوده که من تا حالا دیدم. یعنی از لحاظ علمی چیزی که به ما نشون دادن فکر نمی‌کنم در هیچ فیلم دیگه‌ای همچین چیزی رو به ما نشون دادن تا حالا. در داخل این فیلم حالا اومد یه توضیح کوچیکی داد که داره خوشزاری میادش و همه گیاهان یه مریضی گرفتن که سرطان یعنی بهش میگن سرطان دیگه، که کل دنیا همه گیاها از بین دارن میرن و حیوانات و پرندگان همشون اونا هم دارن از بین میرن و دنبال یه سیاره جدید میگردیم که بتونیم زندگی بکنیم و اونجا نسلمون رو دوباره ادامه بدیم. یه ورم هولی در آسمون ایجاد میشه که یه نفر اون اونجا گذاشته و انسان‌ها باید برن از اینجا رد بشن تا دنیای بعدی رو ببینن که ببینن که اونجا آیا جای زندگی هست یا نه. و در این فیلم در رابطه با دیمنشن‌های مختلفی صحبت میشه و در یک جایش هم یکی از دانشمندان یا یکی از اونایی که فرستاده شده که بره در دنیا دیگه در دیمنشن پنجمی بعد پنجمی یعنی فیلم اون قسمت فیلم در بعد پنجمی ساختن و خیلی خیلی جالبه چون که بعد پنجمی هم چیزی هستش که هنوزم دانشمندا در رابطه‌اش دارن بحث میکنن. بعد چهارمی هم دارن در رابطه‌اش بحث میکنن و میگن حداقل در دنیای کل دنیاها میتونه کم از کم 10 تا دیمنشن باشه و بیشترش هم هست. یعنی خیلی دانشمندا عقیده شونه که فکر میکنم 20 یا 30 تا دیمنشن میگن هستش. یه توضیح کوچولو از درباره دیمنشن بدم که داریم صحبت میکنیم. حالا ما ببینیم که اصلا بحث به کجا کشیده میشه. حالا ما می‌خواستیم بحث رو یه جور دیگه ای در واقع ادامه بدیم، یعنی یه قصد دیگه ای داشتیم منتها ظاهرا این داره یه جورایی تقریبا شد ادامه اپیزود قبلی. حالا تا صحبتت گم نشده ادامه بده. ممنون. خب دیمنشن فقط دوستم دیمنشن یه چیز خیلی پیچیده ایه. خب باید یه پادکست یا شاید هم بیشتر از یه پادکست در رابطه با این موضوع درست بکنیم در آینده. حالا من یه توضیح کوچولو میدم. دیمنشن 1 2 3 تا 4 و تا 5 هم توضیح میدم تا اونجایی که من میدونم. البته من دانشمند نیستم و تا اونجایی که خودم درباره‌اش خوندم و میتونم به شما بگم. دیمنشن اولی مثل شما میتونین فکر بکنین یک لاین، یعنی یک خط نه عرض داره، فقط یک بعد داره. یک بعد داره. بله. بعد دیمنشن دومی میشه طول و عرض، یعنی مثل یه شکل هندسی، یک کاغذ.
مثل یک کاغذ شما میبینین هم طول داره هم عرض داره و اگه مثلا یک مورچه‌ای در روی این کاغذ وایساده باشه دنیای زیریشو نمیتونه ببینه، یعنی فقط میتونه دیمنشن طول و عرض رو ببینه و نمیتونه بهش نفوذ بکنه. دقیقاً. اون میشه دو بعدی. بعد میرسیم به سه بعد. دو بعدی رو درست گفتم؟ درست گفتم. اوکی. الان میرسیم به دنیای سه بعدی. دنیای سه بعدی که ما در دنیای سه بعدی داریم زندگی میکنیم. در دنیای یک بعدی دومی و سومی داریم زندگی میکنیم. یعنی شما وقتی که بیرون میرید هر چیزی که میبینین به حالت سه بعدی دارین میبینید. یا میتونیم راحت‌تر توضیح بدیم، شما یه مربع را که در دست میگیرید اون مربع به حالت سه بعدی هستش. شما هم عرض اون رو میتونین ببینین، هم طولشو و هم پایین و بالا و همه قسمتاشو شما همه ابعادش رو شما میتونین ببینین. اون میشه سه بعدی. یا بیرون که میرین یا مثلا فیلم سه بعدی که میبینین، شما اگه ببینین هنرپیشه یا سفینه یا ماشین یا هر چیزی که هستش از دنیای پشت سریش جدا شده. شما میتونین جدا ببینین، نه مثل یک فیلم دو بعدی که ما میدیدیم وقتی که بچه بودیم. فیلم های دو بعدی میدیدیم، ترمیناتور، اونا همشون دو بعدی ساخته شده بودن و بنابراین شما هنرپیشه رو با یه درختی که پشت سرش بود یک جا میدیدین، یعنی یکسان میدیدین. حالا شاید مغز خود شما یه کاری میکرد که بدونین که این درخت پشت آرنولد هستش، یعنی ولی فیلم یا طوری که چشماتون میدید به حالت دو بعدی میدید. خب رسیدیم به سه بعدی، گفتیم که مربع. بعد میرسیم به چهار بعد. چهار بعد که میگن نه کاری به عرض داره، نه کاری به طول داره، نه کاری به ارتفاعشو داره، کاری به هیچی نداره و همش در رابطه با زمانه. بعد چهارم همش وابسته به زمانه، یعنی در کجای زمان شما قرار دارید. یعنی در فیزیکس که ما میدونیم زمان و میگن space and time، زمان و جایگاه، فکر میکنم فضا که با همدیگه ربط دارن و شما نمیتونید یکیشو تنهایی استفاده بکنید. بعد میرسیم به بعد پنجمی که در فیلم اینترستالر نشون میداد. شما میتونین به گفته این فیلم شما میتونین برگردین به زمان، میتونین از زمان جلو برید و میتونین حتی کارهایی هم بکنین که نفوذ داشته باشید به زمان قبل و آینده، اثرگذار باشید. بله، به زمان گذشته. اینا ولی قابل بحثه، چون که خیلی از دانشمندا هستن که قبول ندارن. میگن اگر شما بالفرض برید به زمان قدیم و مادر پدر خودتون ببینید و یه کاری بکنین که مثلا این دو نفر با هم دیگه هیچ وقت آشنا نشن و با هم دیگه عروسی نکنن یا بچه دار نشن و شما به دنیا نیایید، پس اگه همچین اتفاقی بتونه بیفته، شمایی که از دنیای بعدی یا شاید 50 سال بعد برگشتید به الان، شما چطوری وجود خواهید داشت؟ یکی از مشکلات این میشه که به خاطر همین در رابطه با این موضوع بین علما هنوز بحثه. البته بعضی از علما اصلا اعتقاد دارن که ما مسلمونا به قطب شمال سفر نکنیم. تمام شد رفت. خلاصه این یک توضیح کوچیکی در رابطه با بعدهای مختلف هست که فکر میکنم اگه بخوایم یه پادکست درست بکنیم بعد تقریبا در رابطه همه بعدهایی که وجود داره یا درباره‌شون بحث شده ما بتونیم به شما توضیح بدیم که اگر دیدیم که کسای زیادی به ما پیغام دارن یا به ما گفتن که دوستان در رابطه به این موضوع بیشتر بدونن، حتما این کار خواهیم کرد. که اطلاعات البته خوبی هم تقریبا فکر کنم داشته باشیم در این مورد. شاید یه نیاز به یه یادآوری خیلی سطحی باشه که بتونیم، حالا البته من در مورد خود بعد چهارمی که انیشتین در واقع روش کار میکرد خودم یه سری مطالعاتی داشتم یه زمانی که یه مبحث با آقای انیشتین شما همکار بودید. من یکی از اساتیدشون بودم چون خودم تایم ترافلر بودم. رو همین حساب حالا همونطور که آرش عزیز هم گفت یه برنامه‌ای رو اگر دوست داشته باشید اختصاص میدیم که در مورد
ابعادی که تا الان شناخته شده میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. خب هومن جان، قبل از اینکه پادکست رو شروع بکنیم صحبت کردیم در رابطه که امشب درباره چی صحبت بکنیم. بله. و من به شما این پیشنهاد دادم که دوست دارم در رابطه با خوراک سالم یا زندگی سالم یا نمیدونم به فارسی بهترین تغذیه که یعنی برای سلامتیه، یعنی کلا برای سلامتی انسان که در طول روز چه خوراکی نیاز دارید و مخصوصا اونهایی که میخوان وزن خودشون رو کم بکنن. فکر میکنم این پادکست یکی یا اصلا کلا این آدیو یا ویدیو رو که شما میبینید یکی از بهترین ویدیوها یا آدیوهایی هستش که شما در طول زندگیتون خواهید شنید. چرا؟ چون که تقریبا خیلی از سالهای عمرم و پای این موضوع من گذاشتم و خودم خیلی این موضوع رو به صورت شخصی تجربه کردم و دوست دارم هومن شما مثل یه شخصی که در رابطه با این موضوع هیچی نمیدونه و سوالی داره از من بپرسی که منم بتونم جواب شما رو بدم. خواهش میکنم. خدمت عرض بکنم که حالا من البته با اجازت یه نکته‌ای رو من شروع بکنم در وهله اول. یه سری از دوستان و همیهنان عزیزمون، حالا یکی هم نوعانمون بذاریم بگیم، در سرتاسر این دنیا معتقد هستن که من بحث رو اینطوری شروع بکنم که حالا به نقطه‌ای که شما می‌خوایم برسیم. معتقد هستن که ما انسان‌ها داریم در واقع یه جورایی به طبیعت ظلم می‌کنیم. یعنی شما یه فیسبوک گردی که مثلا می‌کنی می‌بینی که یه انسانی رو نشون میده. من یه انیمیشنی دیدم چند وقت پیش که اون یه انسانی رو نشون میده همونطوری که راه میرفت طبیعت رو تخریب می‌کرد. و میخوام به این نکته برسم، یه مبحثی که خیلی از دوستان برش تکیه دارن و خیلی هم بهش در واقع اعتقاد دارن اینه که انسان گیاهخواره اصولا و گوشتخواری انسان درست نیست. یعنی دوستانی هستن که میگن آقا ما داریم در حق حالا این کارخونه هایی که دارن تولید انبوه گوشت میکنن یا تولید انبوه گوشت مرغ یا مثلا گوشت گاو، گوشت گوسفند، حالا هر چی دارن تولید میکنن، این یه ظلمی هستش که ما داریم در حق طبیعت داریم میکنیم و داریم در حق موجودات زنده میکنیم و ما این حق رو نداریم که بیایم حیوانات رو بکشیم و از گوشتشون استفاده بکنیم. یعنی خود من شخصا من دیروز ماهیگیری بودم. من وقتی یه ماهی رو گرفتم واقعا دلم نمیاد برش نگردونم توی آب، چون میدونی این مثلا یه سری عقایدی هستش که روی انسان تاثیر میذاره. یا مثلا من وقتی که میخوام گوسفند زنده بخرم، به اون آقایی که مثلا میخواد به حال این گوسفند رو آماده بکنه، حالا ما اصلا هیچ مثلا کلمه‌ای مثلا به کار نبریم، میخواد این گوسفند رو آماده بکنه، من میگم آقا من اینو میخوام، بعد خودم ول میکنم میرم اونور، که چون خودم دوست ندارم مثلا ببینم که یه حیوانی داره کشته میشه. اما وقتی که باش قرمه سبزی درست میکنم از میخوریم خیلی خوبه، ولی وقتی که مثلا قرار اون حیوان کشته بشه واسم آزاردهنده است. این یه نکته. و من یه نکته خیلی سریع بگم که بیشتر دوست دارم وقتی این قضیه در خدمت آرش عزیز باشه. ادعاها به این شکل هستش که میگن، برگردیم به سرفصل اولم، میگن انسان گیاهخواره و ببینید انسان در واقع آناتومی بدن انسان به هیچ عنوان گیاهخوار نیستش، چون حالا ما امروز اصلا بحثمون یه چیز دیگه ای، اصلا نمیخوایم در مورد آناتومی بدن انسان صحبت بکنیم، ولی من فقط یه نکته رو بگم. میخوای نکته دومت بگی میتونم در رابطه با همون موضوع کشتن حیوانات و اینا توضیح بدم؟ 100%. ببخشید. ببین من عقیدم اتفاقا با شما خیلی مخالفه و یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم تو زندگی اینه که با کسایی بگردم، با کسایی دوست باشم که اخلاقشون با من یه خورده مختلف باشه، هم بیشتر با هم دیگه میسازیم، هم دوست من یه چیزی هست میتونه خیلی از عقیده های من از زیر سوال ببره و تو رو به چالش بکشه. بله، و هم یه چیزی رو به من یاد بده، چون که دلیل نمیشه چیزی که من میدونم یا چیزی که قبول دارم درست باشه تا اینکه یکی بتونه سوالش بکنه. مثل میمونه که الان یه نفر بیاد یه عقیده خیلی الکی مثلا بنویسه یه جایی و حاضر نباشه با کسی در رابطه با این عقیده یا با این چیزی که نوشته صحبتی بکنه. اون چیزو من قبول ندارم.
حالا درباره این چیزی که شما صحبت کردید، خب فکر میکنم قبول میکنی که انسان گیاهخوار نیستش. 100%. خب یه جمله کوچیک من بگم. هرگز انسان‌ها هرگز از کسی که همواره با او موافق هستن چیزی یاد نخواهند گرفت. متوجه هستی؟ شما اگه به قول معروف keep talking و من باید موافق باشم، هیچ وقت من و تو هیچی از همدیگه یاد نمیگیریم. بفهمید. خب میخواستم بگم که اتفاقا اگر شما گوشت میخورید و دوست دارید و قابل دیدنش ندارید هیچ اشکالی نداره. خب ولی اینو بدونید که اون گوشتی که دارین میخورین شما یه مثل میمونه که شما یه قاتل رو بهش پول دادید که بره یک جانور رو بگیره برای شما بکشه و شما فقط خون پاشیدنش رو نمیبینید ولی لذت اون خوردن و گوشت رو حاضرید که داشته باشید. خب من عقیده منو شاید بخواد بیشتر توضیح بدم. من فکتوری فارمینگ رو دوست ندارم. یعنی به فارسی فکر کنم میشه مزرعه حیوانات یا حیوانات میشه دامداری صنعتی. من اصلا قبول ندارم و سعی میکنم گوشتایی که میخرم از در آمریکا که هستش بهش میگن پاستور ریزد. تخم مرغایی هم که من میخورم پاستور ریزد با ارگانیک و با چیزهای دیگه که شما میخونید فرق میکنه، چون که ارگانیک فقط میتونه این باشه که غذایی که به حیوانات دادن ارگانیک بوده ولی اینا در داخل ساختمونی نگه داشته شده که اصلا تکون هم نتونستن بخورن. پاستور ریس که بهش میگن یعنی این حیوان در روی چمنها و علفها خودش گشته به صورت طبیعی بزرگ شده و مثلا مرغایی که شما میبینین ملخ خوردن یا همه نوع چیزایی که پروتئینای خاصی برای مرغ میده، هر غذایی که دوست داشته خورده، اونا رو گرفته خورده. بعد یه غذایی هم صاحباشون مثلا براشون ریختن، اونم طبیعیه، چون که ما مرغ و خروس از خیلی وقتی که دومستیکیت شده یعنی خونگی شده. حالا میرسیم به بحث مثلا شکار. اتفاقا من خودم شکار خیلی دوست دارم. شما وقتی میرین مثلا یه آهوی رو میکشید، شما برای این آهو 3 روز زحمت میکشین، بعضی موقع 30 روز زحمت میکشی، بعضی موقع همون روز اول که میری آهو رو گیرت میاد. ما چند نوع شکار داریم، یکی با تفنگ، یکی با تیرکمون‌های مختلفه، تفنگ‌های مختلفه و بهش میگن اسپیرم باش شکار میکنن، یعنی مثل نیزه ماننده و راه‌های مختلف که من درباره اونا نمیدونم. این کار خیلی زحمت داره. این کار باید شما ورزشکار باشید و باید قانون رو دنبال بکنین، چون که شما نمیتونید غیر قانونی حیوانی رو شکار بکنین. یعنی اون حیوان باید سن کافی داشته باشه، شما باید اطلاعات داشته باشین که وقتی میبینین از نگاه شاخش و سایزش یعنی جستش بعد بدونین که این چند سال است. و شما حیوان رو در حالتی که با بچه‌هاش هست نمیتونین بکشین و در زمانی که بچه دار میشن یعنی حامله میشن آهوها، در اون زمان نمیتونین شکار بکنین. خیلی چیزای مختلفه. خب شما میرین، اگه من به شما این آپشن رو بدم که یک حیوانی رو بخور، مثلا یه گوسفندی رو بخور که در طول زندگیش شاید چمن رو به پاش لمس نکرده، در طول زندگیش در یک ساختمونی بوده، شاید نور خورشید هم ندیده، نور خورشید هم نتونسته ببینه و غذای سالمی بهش ندارن، یه غذایی بهش دارن که نه مزه داشته و نه برای سلامتی خوب بوده، فقط این گوسفند رو چاقش کرده. خب یا مثلا خوکایی که اینجا میگیرن، خوکای بچهای خوک اینجا میگیرن میفروشن، اکثر این خوکا رو شما مثلا میتونید داکیومنتری جان مکارتی رو ببینید، فکر کنم اسمش هست If Walls Were Made Out of Glass، یا اگر دیوارها به صورت شیشه می بود، یعنی اگر میتونید داخلشون رو ببینید، دوربینای مخفی هستش که نشون میده مثلا خوکه رو، شما میدونید خوک خیلی باهوشه، خوک یکی از باهوشترین جانوران روی کره زمینه، یعنی در 10 تا نمره داشته باشه، یعنی 10 تا حیوان باشه که بعد از انسان باهوش باشه، خوک یکیشونه، شاید دومی باشه، شستمی و خیلی هم شاید بحث میکنن میگن اولیه. فکر کنم مثلا 5 تا اول سگ‌ها باشن، دلفین ها باشن، خوک ها باشن. آره فکر میکنم اولی کلاغ باشه. کلاغ هم خیلی باهوشه. کلاغ خیلی جالب، خیلی باهوشه. من یه داکیومنتری دیدم، حالا برمیگردم به بحث
یه داکیومنتری دیدم که کلاغا رو داشتن تست میکردن که چقدر هوش دارن داخل یک. من یه چیزی خوندم وقتی یه کلاغ مرده پیدا میکنن، خود کلاغا وقتی میبینن یکی از هم نوعاشون توی جایی مرده، روزها اینا میان بازرسی میکنن و اینوستیگیت میکنن که چرا این هم نوعشون اینجا کشته شده و ممکن اصلا مهاجرت کنن از اون منطقه. معمولا مهاجرت میکنن. بعد این داکیومنتری که نگاه میکردم، این کلاغه رو براش یک دونه تریت گذاشتن، یعنی یه نوع غذا داخل شیشه باریکی گذاشتن و در یک قفسی یک چوب کوتاه رو گذاشتن، یک چوب بلندی رو گذاشتن، بعد بیرون هم یک چوب کوتاه. بعد این کلاغه این چوب کوتاه رو میگرفت، میرفت اون چوب بلند از قفس میکشید بیرون و چوب بلند رو میگرفت و میرفت اون غذایی که داخل شیشه باریکه رو اونو میکشید بیرون. کلاغه میره چوب کوتاه رو میگیره، میاد که باش غذا رو ببینه، اینه کوتاست، میره چیکار میکنه؟ چوب بلنده رو با این چوب کوتاه میکشه بیرون، بعد چوب بلنده رو میگیره، میره غذا رو میاره بیرون و میخوره. این یکی از چیزای جالب کلاغ. حالا برمیگردیم به همون خوک. بچه‌ها شکل وقتی میارن بیرون جلوی مادره، همون دقیقه با دوتا پای کوچیکشون میگیرن، یعنی پای پشتیشون میگیرن، بلندشون میکنن و میکنن تو زمین، یعنی ضربه مغزی میکنن جلوی مادره. این کارو میکنن چون که وقت ندارن که این بچه‌ها رو ببرن بیرون و در بیرون این کارو بکنن. بعد مادره که اگه داخل داکیومنتری ببینید داره جیغ میزنه و داره خودشو میزنه، یعنی خیلی باهوشه. اینا همشون آسیب صدمه روحی و جسمی میبینن، یعنی همه حیوانات اینایی که از برای فروش هستن که ما میگیریم میخوریم، که من نمیخورم. اینا ما خودمون جزئی از گناهکارا یا جزئی از آدمایی هستیم که یعنی شریک هستیم در جرم این جنایت. بله. حالا من حاضرم گوشتی رو بخورم، مثلا گوشت آهویی بخورم که خودم رفتم شکار کردم و میدونم طول زندگی رو این آهو در طبیعت گذرونده. و اولین نکتهش، مهمترین نکتهش همینه، من برای این شکار آهو زحمت میکشم. ساعت 4 صبح 3 صبح بلند میشم میرم اونجا و مثلا سالها مثلا تیرکمون بازی میکنی که بعد میری اونجا یه آهو رو بکشی. به آسونی نیستش. وقتی میکشی، یعنی وقتی که شکارش میکنی، میری اونجا بهش وقت میدی که اول خوب یعنی مرده باشه، بعد میری سراغش که یه وقت تو رو نمینه بیشتر جرم بکنه. شما میرید اونجا و اولین کاری که میکنین به آهوی نگاه میکنین و تشکر ازش میکنین به خاطر گوشتی که میخواد به شما بده. این نوع گوشت خوردن داره به خاطر که شما میدونید که در طبیعت بوده و چیزی که طبیعت تصمیم گرفته براش اتفاق افتاده، نه که یک بچه گوسفندی در یک قفس به دنیا بیاد و از اون قفس نیاد بیرون در طول زندگیش و کشته بشه و بره روی پیش‌دستی‌های ما. درسته. و کل زندگی این گوسفند یا این بره کلا فکر کنم 6 ماه بیشتر نیست، چون انقدر در واقع غذاهای شیمیایی و در واقع هورمون بهش میدن بخوره که ببینید طول عمر یک مرغی که تقریبا مثلا ما با زبان ایران صحبت بکنیم بشه 1 کیلو 800 گرم. من یادم میاد وقتی مادرم بهم میگفت برو مرغ بخر، میگفت مرغ 1 کیلو 800 گرمی بخر، چون مرغ 1 کیلو 800 گرمی نه خیلی کوچیکه، جوجه نیست و خیلی هم بزرگ نیست، یعنی مرغ مادر نیست که گوشش سفت شده باشه. یعنی مرغ 1 کیلو 800 گرمی مثلا یه مرغ 4 پوندی توی آمریکا بهترین گوشت داره. این مرغ اوریج 18 ماه طول میکشه که بزرگ بشه. اگه با این سیستم که شما دارین میگن شما بخوای بیای توی خونه بزرگش بکنی، برفرض مثلا بخواد به قول شما مثلا برای یه ملخ رو شکار کنه خودش بخوره، یا اصلا یه سوسک رو شکار کنه بخوره، یا مثلا آشغال سبزیایی که من یادم میاد بچه که بودم مثلا من خودم مرغ جوجه داشتم، مادرم سبزی که پاک میکرد آشغال سبزی‌ها رو خورد میکرد میریخت جلو اینا. این شکل یه حیوانی رو بزرگ کردن یه مقداری سیستمش فرق میکنه. اما میگم ما از بس دور نشیم، برگردیم به سر غذای سالم خوردن و ما الان به اینجا به این نکته رسیدیم که به هر حال گوشتی رو که از طریق دامداری صنعتی ما میتونیم بخوریم، این بدترین نوع غذایی که ما میتونیم بخوریم. شما از هر لحاظی که بخوای حساب بکنی، از لحاظ انسانیش، از لحاظ هر چیزی که بخوای حساب بکنی، این یه جوری بدترین نوع گوشتیه که ما بتونیم مصرف بکنیم. گاهن برای هممون اتفاق افتاده که گوشتی رو میخریم و گوشت کبوده، یا چون اینو باش بدرفتاری کردن با این حیوان و این به این اتفاق براش افتاده. یا مثلا تو این دستگاهایی که مرغا رو دارن رد میکنن، گاهن چون مرغ تکون میخوره این بنده خدا
تکون میخوره و سر درست از گلو قطع نمیشه و این به بدترین وجه ممکن کشته میشه. حالا بگذاریم بعد خیلی از تو کلام تو مثلا شما داکیومنتری میتونید نگاه بکنین که فیلم های مستند که داخل پرورشگاه مرغ‌ها وقتی که جوجه ها رو که وقتی که به دنیا میان، همون دقیقه در یه چیزی مثل همین فروشگاه هستش که لاستیک ماننده که غذا چیزا رو میاره جلوتر برای کسی که پولش میگیره. درست. روی اینا هستش و دارن میان از رد میشن و خیلی هستن با ماسک و گلاو دستکش، بعد دونه دونه نگاه میکنن هر کدومشون که خوشگل نیستن یا به نظرشون خوب نیستن همون دقیقه میگیرن داخل شریدر میندازن، یعنی همون دقیقه زنده چرخشون میکنن. زنده چرخشون میکنن. این میگم همونطور که هر دو گفتیم این کاملا واقعا یه جنایتیه. واقعا در حق. ببینید ما اگر الان داریم توی قرن 21 زندگی میکنیم و اگر ما ادعای تمدنمون میشه، حالا از هر نژاد، از هر مملکت، از هر قومی که هستیم، نمیتونیم بیایم زجر یه موجود زنده دیگه ای رو ببینیم. و حالا من این بحث رو خیلی سریع جمع بکنم، این در واقع نقطه نظری رو که من بهش رسیدم خیلی سریع جمعش بکنم. این که ببینید این ثابت شده آناتومی بدن انسان گیاهخوار نیست. شما ببینید وقتی که شما گیاهخواری میکنی تنها چیزی که جذب بدن شما میشه فقط ویتامین های اون سبزیجات و الباقیش در واقع دفع میشه. تنها نکته ای که داره اینه که مثلا شما در واقع میدونید این اونهایی که در سنین بالا دچار مشکلات روده‌ای میشن به خاطر اینکه در جوانیشون سبزیجات زیاد نخوردن. اینه که ما حتما باید سبزیجات توی بشقابمون سر میز هامون باشه. اینه که سبزیجات بهترین شویندگان دستگاه گوارشی انسان هستن و همونطور که شما میبینید خیلی از سبزیجات در واقع مسهل هستن. حالا مسهل چی کار میکنه؟ میاد و تمام دستگاه گوارشی شما رو میشوره و پاکسازی میکنه و ویتامین هاش هم البته خب جذب میشه. یا مثلا برفرض شما وقتی بامیه میخوری یا مثلا این کدو که میخوری، اگر زیاده روی بکنی یا مثلا اگر توت زیاده روی بکنی یا گوجه سبز زیاده روی بکنی، این ممکنه دچار مشکلتون بکنه. خب ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بدن انسان به سبزیجات نیاز داره، اما آناتومی بدن انسان گوشتخواره. خب آرش جان شما بفرمایید. خب من دوست داشتم گفتگو امشب در رابطه با این موضوعی که می‌خواستیم صحبت بکنیم یا داریم صحبت می‌کنیم، رابطه با دایت یا خوراک درست یا لاغر شدن یا کلا سلامتی انسان که داریم صحبت می‌کنیم، می‌خوام با یه سوال شروع بکنم. اولی که بعد شما همیشه این سوال از خودتون بپرسید که چرا می‌خواین از رفتاری که الان دارید، از خوراکی که الان دارید که دارین می‌خورید و حالا شاید روش زندگیتون که ورزش نمی‌کنید یا کلا هر چیزی، چرا می‌خواین عوضش بکنین؟ دلیلش چیه؟ که برای چی؟ چه نیازیه که بخواین عوضش بکنین؟ درسته؟ برای خیلی‌ها مثلا این میتونه باشه که شما انرژیتون کمه، مثلا بعد بیشتر بخوابید، به خواب زیاد نیاز دارید و بیشتر از 8 ساعت در 24 ساعت میخوابید. حالا من منظورم به سنای زیاد یا سنای کم نیستش. من دارم در رابطه با یک شخصی که حالا بهش میگم یا ادالت یا تینیجر یا هر کسی دیگه، شما بیشتر از 8 ساعت نیازی ندارید. حالا خیلی ها میگن 9 ساعت بهترین مارک خواب 9 ساعته. شما اگه بیشتر از این نیاز داشتین به خواب، بدونید که یه مشکلی هست از لحاظ خوراک یا ورزش یا هر چیز دیگه. بعد چیز بعدی که می‌خواستم بگم، هر کسی، هر انسانی، شما از تاریخ بخواید نگاه بکنید، از همون اولای اول شاهان و دانشمندان و همگی آدمای فضایی که اومده بودن یا هر کسی دیگه، سوال همیشه این بوده که ما چطوری میتونیم بیشتر زندگی بکنیم، یعنی عمرمون رو طولانی تر بکنیم. که حتما خوراک و ورزش در رابطه به این موضوع خیلی اثر داره. اخلاق بهتر. اگه اخلاقتون بده، اخلاقتون مثلا حالا حتما نباید باشه که مثلا داری به یک کسی حرفای بد میزنی. کلا شاید در زندگی خودت مثلا اخلاقت در رابطه با کارت یا خانواده‌ات یا هر کسی اخلاق درستی نداری، حوصله چیزی رو نداری، بدون بازم چی یه جای مشکله. شاید وقت برای همه چیز دیگه میذاری به اندازه کافی، ولی برای خودت نمیذاری. اونم میتونه باشه که وقتی گذاشته باشی که بتونی غذا برای خودت درست بکنی و چیزای سالمی بخوری و ورزش بکنی. نکته بعدی اینه که میتونی موفق تر باشی.
همه آدمای شما اگه نگاه بکنین، آدمایی که توی باشگاه هستن و به طور ثابت دارن ورزش میکنن و هیکلای قشنگی دارن، چه خانم چه مرد، اکثرا شاید میتونم بگم 90-95% آدمای موفقی هن. چون که این ورزش و کلا سلامتی درست برای موفقیت شما خیلی 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 مهمه. نکته بعدی هم اینه که شما میتونید کارهایی بکنین که دوست دارید. دیگه وابسته به چند تا کار نیستید. مثلا فرض کن شما شاید خیلی چاق باشین، شاید کوهنوردی نتونین برین، شاید مثلا خیلی از بازیایی که دوست داشته باشین رو نتونین انجام بدید. میتونین کارهای زیادی بکنید، کارهایی که دوست دارید رو انجام بدید. و میرسیم به نکته آخری. نکته آخری اینه که چطوری دوست دارید معلوم بشید. من خودم این مشکل داشتم و ورزش نمی کردم و خوراکم درست نبود، وزن خیلی زیادی آوردم، به یک حدی رسیدم که فقط یک لباس اندازم میشد. یعنی لباسی که دوست داشته باشم، لباسی که بخواد مثلا فکر میکردم به تنم قشنگ میومد، به یک دست لباس رسیدم. بعد از اون گفتم دیگه چی، من لباس نمیخرم. گفتم باید یه کاری بکنم که وزن خودم بیارم پایین، که لباسایی که هی برای من کوچیک شدن اول اونا دوباره اندازم بشن که من بدونم که دارم وزن کم میکنم و بعد از اون شروع میکنم به لباسای جدید خریدن. به نظرت من از اینایی که من گفتم نظرت چیه؟ چیزی میخوای اد بکنی که آدم بخواد به سلامتی خودش برسه؟ آرش جان، در وهله اول من همیشه توی زندگی شخصی خودم یه مثالی واسه خودم داشتم و اینه که ببین، اولین کسی که باید با خودش دیل بکنه خود شخص. خب یعنی تو صبح که بلند میشی، اولین کسی رو که توی آینه میبینی خودتی. یعنی باید خودتو دوست داشته باشی و باید به خودت احترام بذاری از هر لحاظ. از لحاظ مثلا اخلاقی که شما گفتید، این خودش یک بحثیه، و از لحاظ تغذیه. ببین من دارم میگم که آقا به خودت احترام بذار. یعنی شما اگر میدونی که برفرض دارم میگم این طرز خوراک به درد زندگی شما نمیخوره، باید این کارو بکنی، یعنی باید بذاریش کنار. من الان خودم شخصا سیگار میکشم و دوست ندارم که سیگار بکشم، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده و خیلی هم در تکاپو هستم که این قضیه رو واسه خودم هندلش بکنم و یه جورایی باش کنار بیام که بتونم این قضیه رو از زندگیم پاک بکنم. و مسئله بعدی مسئله چطور غذا خوردنه. اگر ما واقعا بتونیم هر چیزی رو که میذارن جلومون بخوریم، این به نظر من زندگی جالبی نیستش. الان در واقع دور زمانه‌ای شده که یه جورایی شاید بگم از 50 سال پیش ما بگیم بیماری هایی که سراغ انسان میاد خیلی بیشتره و این به نظر من عمده این مسائل به خاطر مسائل تغذیه‌ای انسان هستش. یعنی شاید بگم 50 سال پیش پدر مادرهای ما شبیه یه بار مثلا دارم میگم نون پنیر هندونه میخوردن یا آبگوشت میخوردن زیاد، یا میدونید غذاهاشون خیلی بهتر بود. اما الان ما میتونیم ببینیم که متاسفانه با به وجود اومدن در واقع همون دامداری صنعتی و کشاورزی صنعتی و در واقع این غذاهای شیمیایی و کودهای شیمیایی، متاسفانه این اتفاق داره میفته که شاید حتی مردمی که کم هم غذا میخورن اونها هم دچار اضافه وزن میشن، اونها هم دچار عوارض قلبی میشن، دچار همون اضافه وزنی که گفتم و عوارض قلبی و یه سری مشکلات ناشی از تغذیه میشن. خب خیلی ممنون. یه نکته آخری یادم اومد که بگم. نکته آخری این بود که میخواستم درباره دیپرشن بگم. دیپرشن به فارسی چی میشه؟ استرس یا نه افسردگی. عذرخواهی میکنم. افسردگی. خیلی از افسردگی‌ها به خاطر ورزش نکردنه و به خاطر غذای سالم نیست. حالا غذای سالم شما میخورید میتونید ورزش بکنین، چون که انرژی بیشتری دارید و کارهای بیشتری میتونید بکنین. خیلی کارهایی میتونید بکنین که دوباره تاکید میکنم که نمیتونید بکنین و الان به خاطر که اونا رو میکنین افسردگیتون رو از دست یعنی گمش میکنید. خب این نکتهایی که مثلا به حرفای امشب ما خیلی ربط داره و میدونم که خیلی ها دوست دارن که نکته فکر کنم
چهارم یا پنجمی بود که چطوری شما خودتون معلوم میشین، مخصوصا از بیرون. خیلی نگران داخلشون نیستن. چیز طبیعی هم هست، شما دوست دارین بیرونتون رو قشنگتر بکنین، بعد به داخل هم برسید. یا اگه بیرونتون میخواین قشنگ بکنین و چاق باشین، تا داخلتون رو قشنگ نکنین بیرون هم قشنگ نمیشه. ولی اگه تو نیستین یه کاری بکنین که بیرون اول قشنگ بکنین بعد داخل قشنگ بکنین، بازم اشکالی نداره. خب میخواستم در رابطه با دایتی که من خودم انجام دادم و تا حالا تونستم 50 پوند کم کردم در طول مدت خیلی کم رو به شما بگم که البته شما اگه میتونین یه دایت دیگه بکنین، یعنی تغذیه‌تون رو یک نوع دیگه بکنین که فکر میکنین انرژیتون بهش بیشتره و خیلی همین نکته‌هایی که من به شما گفتم رو براتون برآورده بکنه، شما نیازی به این دایت ندارید. من میخوام نظر خودم در رابطه به این دایت بگم، تجربه‌ای که کردم و تحقیقاتی که کردم. دایتی که من انجام دادم اسمش هست کیتوجنیک. دوستان قبل از اینکه اصلا در رابطه با کیتوجنیک بگم بگم که من کلا همه نوع دایتایی که هستش رو انجام دادم. یعنی فکر نکنم دایتی باشه روی مارکت که من انجام نداده باشم. به من نساخته، حالا از هر نوع نتونستم ادامهشون بدم. حتی مثلا شرکت هایی رفتم که به اینجا بهشون میگن ویت واچرز که مثلا کمک میکنن که به شما اجازه حالت شما روی غذاها شماره میذاره و به شما میگه چند تا شماره اجازه دارین بخورین. و اونجا هر هفته میرین، هر وقت که مثلا وزن میکنین اونجا همدیگه وزن میکنین و وقتی وزن کم کردین براتون دست میزنن. یه جای جالبیه برای بعضیا، برای خیلی اتفاقا خیلی ها رو کمک کرده. اگر اونم مثلا شمال آمریکا هستی یا هر جای اروپا هستین، شنیدم تو اروپا هم یه همچین چیزی هستش. خلاصه هر چی که به درتون میخوره انجام بدید. و من قبل از اینکه این دایت رو شروع بکنم، تقریبا بعد از اینکه همه دایت ها رو شروع کرده بودم و به در من نخورد، من رسیدم به دایت پالیو دایت. پالیو دایت در رابطه با طرز غذاخوری هستش که انسان‌های نخستین که مخصوصا هم در طول استون ایج، یعنی همون عصر سنگ میخوردن رو به ما در کتاب‌های پالیو دایت نوشته بود که مثلا همچین چیزایی رو شما باید بخوریم، چون که انسسترای ما، جدای ما همچین غذاهایی میخوردن و هیچ مشکلی هم نبود، وزن زیادی نداشتن و خیره و خیره. خب این بحثی که در پالیو دایت هست در کیتوژنیک خیلی نزدیکه، خیلی با هم دیگه ربط دارن. مثلا یه بحثی که ما در کیتوژنیک مثلا که انجام میدیم یعنی به عقیده همچین چیزی عقیده داریم اینه که خب انسان ها در زمان قدیم همه اجداد ما شکارچی بودن و برای شکار که میرفتن، مثل همین امروز در مثلا جایی هستش در آمازون یا آفریقا و جنگل‌های دیگه هستش که شکارچی‌ها وقتی که میرن شکار میکنن معمولاً از حیوان بهش میگن اوتران میکنن، یعنی از حیوان بیشتر میدونن. بعضی از حیوانات نمیتونن شکار بکنن، پس شکار میکنن دنبالشون، انقدر میدونن که حیوان چی خستش میشه و انسان میتونه چی اونو بکشه و بیاره خونه. دلیل هستش به خاطر که انسان میتونه عرق بکنه و حیوانات نمیتونن عرق بکنن. تنها راهی که مثلا شما مثلا خوکو که شما میبینید که خودش همیشه تو گل میمالونه به خاطر که چربیش زیاده و خیلی هم گرمش میشه و مجبوره که بره داخل گل خودش بخوابونه که هم خنک بشه و هم اون گل یه خورده کمکش بکنه که چی نور آفتاب مستقیم به پوستش نخوره، چون که خوک مو نداره. یعنی موش خیلی کمه و اون گلی که میمالونه مثل ما بهش میگیم کرم ضد آفتاب، مثل کرم ضد آفتاب که از ما محافظت میکنه از پوستمون. یه تقریبا همچین چیزی حساب بکنیم برای خوک‌ها همچین کاری رو میکنه. هم به علاوه از این که خنک هم نگرش میداره. بعد خیلی‌ها میگن که خوک کثیفه و فلان بیسار، به خاطری که همچین چیزی عکسایی نشون میدن که خوک خیلی کثیفه. حالا بگذاریم. خب یعنی انسان‌ها در فرض کنیم مثلا 8 ساعت یه روز مثلا داره دنبال یک حیوانی رو میدوه، بعد قبل از اون هم مثلا 2-3 روز در راه بوده و
شاید مثلا یه بیف جرکی داشته همراهش، یعنی گوشت خشک که مثلا هر از گاهی یه لقمه میخوره و 2 لقمه میخوره. خب این انرژی از کجا میمده؟ این انرژی از بدن خود انسان ها میمده که به طور چربی دور تا دور بدن رو میگیرن، که در زمانی که نیاز داری بهشون بدن شروع میکنه به سوزوندن اینا و شما میتونین به مثلا اونایی که خیلی هستن داخل ترایتلون هستن. ترایتلون اونایی که از ماراتون هم بالاتره، دوچرخه هست داخلش، شنا هستش و دو هست. یعنی شما باید یک ماراتون بدوین. ماراتون فکر میکنم 26 مایل، 26 مایل خورده ای اگه اشتباه نمیکنم، شاید 23 باشه. بعد حدود 50 مایل هم دوچرخه سواری میکنید و فکر کنم یه 2 مایل یا 3 مایل یا شاید هم 4 مایل رو شما شنا میکنید. درسته. اینا همشون رو همزمان میکنید، یعنی همزمان نه، منظورم بک تو بک. درسته، قدم به قدم، قدم به قدم میکنه. خب خیلی ها که مثلا ترایتلون میکنن این اصول رو یاد گرفتن که بدن انسان چطوری کار میکنه و کیتوژنیک دایت میکنن که چی در این وقتی که میرن برای همچین مسابقه که بهش میگن آیرون من، بدنشون رو کیتوسیس کردن که الان به اونم میرسیم که چطوری همچین کاری رو شما میتونید بکنید که در این مسابقه از چربی بدنشون استفاده میکنن که یه وقت ضعف نکنن و بتونن مسابقه رو چی تموم بکنن، ضعف نکنن. آره ضعف نکنن. بعد اون مثلا یه نفر دیگه هستش که اسمش یادم نیست، اون مثلا 2 روز پیش دوید، داخل اینستاگرام دیدم، فکر میکنم 100 مایل رو در 24 ساعت دوید. یعنی چیز نیستش که فقط یه نفر کرده باشه. یه گروهی هستن که اونجا بعد به شما جایزه میدن که شما جزو از انسانایی هستین که 100 مایل رو در 24 ساعت دویدین. ایشون هم داره کیتوژنیک دایت میکنه. حالا من دیگه نمیدونم چند نفر، خیلی هستن که من یعنی کیتوژنیک دایت میکنن، ولی میخوام بگم برای ورزشم، برای مخصوصا دو و اینجور چیزا خیلی خوبه. بعد خب حالا انسان وقتی که چیزی رو که احتیاج نداره به بدن شما، همیشه کالری که میخورید اون همیشه در هر دایتی که شما بکنین همون یک چیزه. اگه شما کالری رو زیاد بخورید و کمتر بسوزونید، اون کالری تبدیل به اضافه وزن میشه. بله، تبدیل به چربی میشه و برای موقع موادار بدنت از اینا استفاده میکنه. پس بنابراین این فکر نکنید که کیتوژنیک دایت میکنین شما چی میتونین تا دلتون بخواد بخورید. برای اولا اینطور هست البته، چون که کیتوژنیک باید اولا خیلی چربی زیاد بخورین. حالا دیگه رفتیم داخل داخل دایت یه خورده. آمریکا، حالا من از ایران زیاد خبر ندارم، شما بعد میتونید کمک من بکنید در وسط به من بگین که مثلا ایران هم اینطوری هست یا نه. در آمریکا تقریبا در سالهای 70 آمریکا گرفت دایت خودشو، یعنی تغذیه خودشو حتی در سطح مدرسه و همه جا عوض کرد و کارب رو برای غذا زیاد کرد. حالا کارب منظور آرش جان کربوهیدرات ها هستن. حالا من جفتش یکیه، من فقط تلفظ فارسیشو دارم میگم. کربوهیدرات ها شامل شکرها، آردها، مثلا ذرت، نان، برنج، سیب زمینی، نشاسته ها، اینها کربوهیدرات ها هستن که در واقع یک سورس انرژی برای انسان ها به حساب میان. بفرمایید. خب آمریکا گرفت سطح تغذیه انسان ها رو عوض کرد و شما اگه از 70s ببینید کلن آره چاقی در آمریکا خیلی خیلی زیاد شده، سر به فلک میزنه. الان فکر کنم دومیه در دنیا. تا 1 سال یا 2 سال پیش آمریکا در دنیا 1 بود، الان مکزیکو شده اول. که اونم که به قول معروف میگن نو سورپرایز، غذاشون برنج و نونه، یعنی بدترین کاربی که شما میتونید بخورین. خب چیکار کردن؟ چربی رو گرفتن، یک کاری کردن که چی، انسانا الان چربی اگه داخل پلیت کسی باشه، داخل بشقاب کسی باشه، شما میگین اینقدر چربی نخور چاق میشی، چون که چربی رو کلا بد میدونن. غذای روغن زیاد داشته باشه، البته روغن بد، آره روغن خوب داشته باشه، روغن هر چقدر زیاد داشته باشه شما میتونید قاشق مثل آب میوه بخورید، اینقدر برای بدن شما خوبه. چرا؟ چربی دیرتر در بدن میسوزه، کارب خیلی زودتر میسوزه. کارب که وقتی در بدن وارد میشه، اولین چیزی که بدن
در شکم شما دنبالش میگرده کاربه که اونو بگیره تبدیل به گلوکوز بکنه. گلوکوز که هستش نوعی قند خیلی راحت به بدن هضم میشه و بدن لذت هم میبره. خب اگه شما مثلا یه بشقاب برنج میخوری با کباب و گرجه، خب اولین چیزی رو که بدن میگیره حل میکنه اون برنجه، بعدش گرجه است و آخرش میرسه به چی؟ پروتئین و فت، یعنی چربی که فکر نمی کنم دیگه به اون پروتئین و چربی دیگه نیازی داشته باشه. اون کارب که هستش به اندازه کافی به انرژی رو به بدن شما میرسونه، چون که وقتی شما کارب میخورین تبدیل به گلوکوز میشه و پنکریاس شما انسولین ول میکنه. انسولین که ول میکنه گلوکوز مثل یعنی کارب به حالت یک سلول قندی در میاره که چی؟ بعد به تبدیل به انرژی میشه که بدن شما و ما آره البته به کارب نیاز نداره. بدن انسان به کارب نیاز نداره، چون که مثلا شما فکرشو بکن، مغز انسان 60% چربیه، بعد بقیه‌اش هم دیگه بهش میگن water، یعنی آبه. بعد ماهیچه‌های بدن انسان از فایبر درست شده، فایبر. بعد استخوان‌های انسان از پروتئین و کلسیوم درست شده و میتونیم بریم که مثلا آهن چه کاره میکنه. شما هر چیزی رو میتونین بگین که بدن نیاز داره. کارب، شما اگه کلا کارب از صفر کنی از دایتتون، بدنتون بهتر میشه، چلوکای صورتتون تقریبا یه خورده پاک میشن، بیماری پوستی که دارید از بین خواهد رفت. البته نه همشون، خیلیاشون به خاطر کارب. خیلی چیزای دیگه هم وقتی شما کارب میخورید خیلی چیزای دیگه هم باش میخورید که بده. همه این اتفاقات میفته. یعنی ولی خب کارب یعنی چی؟ بدن انسان به کارب نیازی نداره. بعد حالا میرسیم به چربی. چربی چیزیه که گفتم مغز مثلا فکرش بکنین از 60% از چربی درست شده. خب وقتی که چربی میخورین، البته نه که کارب بخورین بعد چربی هم بخورین، اینطوری نمیشه. شما باید بدونین که دایتی که میخواین بکنین چه دایتیه. اگه کیتوژنیک دایت میکنین، باید اول مثلا برای یه هفته یا شاید 2 هفته اول زیاد فت بخورید، زیاد چربی بخورید، تا موقعی که بدنتون بگیره سورس انرژی شد، یعنی از جایی که انرژی میگیره عوض بکنه. الان معمولا هر انسانی که مثلا میبینید اکثرا سورس انرژیشون، یعنی منبع انرژیشون کاربه. بدن دنبال کارب میگره، یعنی وقتی که چیزی رو میخورین همه چیز رو میزنین کنار. فکر بکنه مأمور میفرسته میگه که همه بزنین کنار، کاربا بیان جلو. در واقع بدن عادت میکنه. آره نه خب ما هم نمیتونیم بدن رو دادگاهی بکنیم به خاطر همچی چیزی. ما خودمون داریم بهش کارب میدیم، یعنی یه چیز آسونی داریم بهش میدیم که هضمش خیلی آسونه و انرژی سریع میرسونه. بدن هم داره کار خودشو میکنه. بدن همیشه در حالت سروایوال، یعنی میخواد شما رو زنده نگه بداره. بنابراین مجبوره که سریع ترین انرژی رو، یعنی از منبع آسون ترین منبع رو بگیره و به شما انرژی به بدنتون بده. بدن شما نمیدونه که شما در خونه خودتون نشستید و دارید کافیتون میخورید، بعد بغلش گرفتید یه دونات هم دارید میخورید. اون فکر میکنه شما در یه جنگلی هستید و الان قراره یه 5 روزی غذا نخورید و برید شکار و مثلا 8 ساعت هم بدوید. بدن شما همچین فکری رو میکنه، نه که مثلا هیچ کاری هم نمیکنید. شاید جاب آفیسی هم داشته باشید، یعنی دفتری دارین پشت میز هم نشستید، پشت میز نشین باشی، بله، تحرک نداشته باشین، بعد میگیرین دونات هم میخورین. خب بعد این مسئله تا اینجا مثلا در رابطه اینه که کارب چیز خوبی نیست. امیدوارم تونسته باشم بخوره توضیحات خوبی داده باشم در رابطه. شما میتونید خودتون هم در رابطه با این موضوع خوب بخونید و اگر نتونستم قانعتون بکنن حتما قانع میشید. نه خیلی عالی و جامع توضیح دادی. حالا من در حد مثلا 30 ثانیه یه قسمتی رو عد بکنم. این چیزی که آرش جان فرمودن خیلی خلاصه. ببینید همونطور که ایشون فرمودن چربی حدود 8 ساعت طول میکشه که هضم بشه و نکته که این وسط هستش، البته مطمئنم آرش به این نکته خواهد رسید،
شما وقتی که از سورس چربی ها استفاده میکنید برای بدنتون دیرتر گشنتون میشه. این یه نکته هستش. و برنج طبیعتا زودتر هضم میشه و زودتر ذخیره میشه و به صورت چربی و قند در میاد و همونطور که عرض کردم در بدنتون ذخیره میشه و تبدیل به در واقع چربی های کاذب میشه که این دلیل اصلی چاق شدن هستش. اما یه نکته دیگه ای رو هم که در واقع میخواستم اضافه بکنم اینه که ببینید اشتباه نگیرید حرف آرش رو. ایشون که وقتی میگن چربی ها، ما اجازه نداریم که مثلا ایشون نمیگه آقا برید قاشقو بکنید توی ظرف روغن نباتی یه قاشق روغن نباتی بخورید. ببینید این نه، این سمه، این کلسترول خونتون میبره بالا، دچار گرفتگی رگ‌های قلبیتون میشه و این خیلی بده. منظور ایشون از چربی های درست این هستش که شما برفرض دارم میگم آووکادو بخورید یا تخم مرغ. ببینید سورس انرژی رو که دارید مصرف میکنید، سورس چربی رو که دارید مصرف میکنید باید درست باشه. یعنی چربی موجود در تخم مرغ خوبه، چربی موجود در واقع یه سری گیاهان مثل آووکادو خوبه، یا مثلا چربی موجود در گوشت قرمز زیاد نباید خورده بشه، باید به اندازه کافی خورده بشه. و در کنارش این رو هم فراموش نکنید، باید تحرک داشته باشید که حالا من بیشتر جلو نمیرم که آرش عزیزم در واقع رشته کلام دستش خارج نشه. این نکته رو من می‌خواستم خیلی سریع اد بکنم. آرش خیلی هم عالی، خیلی چیزای جالبی هم گفتی. خب حالا در رابطه با چربیای خوب و چربیای بد هم صحبت میکنیم که خیلی به کلسترول هم ربط داره. برای همین من زیاد سعی نکردم که بحثو برم جلو که بتونی در واقع رشته کلام دستت خارج نشه. ممنونم ازت. خواهش میکنم. خب مهمترین چیز برای دایت، حالا ما از دایت فهمیدیم که شما باید بدنتون رو در استیت کیتوسیس بندازید. خب چطور میتونید بدنتون رو کیتوسیس بکنید؟ شما باید چربی رو زیاد بخورید، چربی درست همونطور که دوستم هومنجان گفتش، آووکادو هستش، ضروری تخم مرغ هستش. منم یه چیزای دیگه میخوام باش اد بکنم. ماهی مثلا اینجا ما سالمون میخوریم، ماهی دیگه هم هستن که اومگا 3 زیاد دارن. اومگا 3 شما تا میتونین بعد بخورید. البته ماهی سمن توی ایران بهش میگن ماهی سالمون. داخل ایران هست. بله ماهیه که من یه نکته بگم، ماهیه که گوشش قرمزه، حالت نارنجی رنگ داره. هستش توی ایران، عکسشو داخل یوتیوب میبینن. بسیار عالی. بعد خب ماهی سالمون یکی از بهترین ماهیه که منبع چربی بهش میگن اومگا 3. حالا دو نوع مثلا هومنجان میگفتش که انسان گیاهخوار نیستش، چون که یه مشکلی که هستش، یعنی یک از مشکلات اینه که شما بالانس چربی اومگا 3 و اومگا 6 رو با هم دیگه نمیتونین داشته باشید. اومگا 6 یعنی اومگا 6 تقریبا به بدن به اندازه کافی میرسه، ولی اومگا 3 سخته، چون که داخل غذاها کمه. حالا میگذاریم، حالا بعد اون یه بحث جداگونه است. بعد میرسیم به چیزای دیگه، مثلا کره یکی از بهترین چیزاست برای انسان. البته اینم در نظر داشته باشید، من در رابطه به کسایی که دارن کیتوسیس میکنن یا میخوان بکنن هستش. کره یکی از بهترین چیزایی که میتونین بخورین. کره باید چربیش بالا باشه و تا میتونین کره بخورین، ولی نه که بانون. میتونین تخم مرغتون رو داخل کره بپزید، یا داخل غذایی که حالا نمیدونم استیک درست میکنین یا هر چیزی، تا میتونین کره بریزین. کره یک چربی بالا، نه که چربیشو گرفته باشن. بعد روغن نارگیل یکی از بهترین چیزاست، چون که مخصوصا برای MTC داخل روغن نارگیل یه چیزی هستش که بهش میگن MTC که خیلی مهمه. اون خودش مثل این میمونه که یک نوع انرژیه ولی به حالت چربیه. یعنی حتی اگه شما مثلا بخواین یه خود سریعتر بدنتون رو به کیتوسیس برسونید، روغن MTC میتونن MTC اویل بگیرین، یعنی حتی از خود روغن نارگیل جداش کردن و جداگونه میتونین بخرین. شما میتونین داخل کافیتون بریزین یا داخل شیکی که درست میکنین، یا حتی میتونین اگه بتونین با قاشق هم بخورین، خیلی هم براتون خوبه. چون که یه خورده مزهش من دوست ندارم، ولی ما برای مزه نمیخوریم. خب
شما بعد تا میتونید چربی رو زیاد بخورین که حدود 70% چربی بخورین، بعد 5% کارب و بقیه‌اش هم بگیرین پروتئین بخورین حدود 15%. بعضیا میگن 75% بعد چربی بخورین و 10% پروتئین و 5% کارب. شما این بالانس میتونین مثلا از لحاظ طریق مثلا گوگل ببینین که چه غذایی چقدر داره چربی و کارب و پروتئین، و اگر دسترسی به اپ ها دارید شما میتونین مای فیتنس پل رو دانلود بکنین و شاید اپ های دیگه هم باشه که مطمئنا هستش که این کار برای شما میکنه. شما میتونین داخل آمریکا که هستیم خود آسونه، ما میتونیم بارکدش رو اسکن بکنیم و به ما میگی که چقدر وزنش چقدر چیز داره و ما راحت میتونیم داخل به حساب اون جلو بریم که حتی دقیقاً بدونیم که چقدر چربی خوردیم، چقدر کارب خوردیم و چقدر پروتئین. که مثلا اگه شما ببینید که یه خورده فتتون مثلا کمه از خوراکتون، چربی خورده کم خوردید، چیکار میکنین؟ مجبورین یه تخم مرغ مثلا شاید با یه قاشق کره درست میکنین، شاید بعد 5 تا کره بریزین و نمیدونم حالا سبزیجات یا هر چیزی که مجبوری باید این رو بخورین که چربی از چیزای دیگه که خوردیم بعد بالاتر باشه. یعنی در واقع چربی رو شما بخوای جایگزین کربوهیدرات ها بکنید که بدنتون رو عادت بدید که دیگه از سورس کربوهیدرات ها تغذیه نکنه و بره سراغ سورس چربی هاتون. تا اینجا دقیقاً. سخته این کار کردن، سخته، مخصوصا به افکار قدیمی که ما داریم که به ما از بچگی میگفتن که چربی زیاد یرقان میاره، چربی زیاد فلان میکنه، ناراحتی قلبی میاره، هزار تا چیز بود. البته شما ویجیتابل اویل که بخورین میگن چربی سبزی که از انواع مثلا ذرت یا کانولای یا مثلا خیلی مثلا چی پیش میگن تخمک، چیزای دیگه هستن که اینا رو فشار میدن، کنجد اینا رو فشار میدن. فکر نکنم سسمی بد باشه، اون در واقعش نمیدونم. خب انواع اقسام چیزا رو میگن فشار میدن، سبزیجات دانه ها رو، روغن زیتون، دانه ها رو، بله روغن زیتون خوبه، روغن زیتون خیلی خوبه. آره اینا رو فشار میدن که اینا براتون خوب نیست، اینا بهش میگن ویجیتابل اویل. ویجیتابل اویل براتون خوب نیست، اینا کارایی میکنن که کلسترول بدتون رو میبرن بالا. ولی روغنای مثل روغن نارگیل و روغن زیتون و یا روغن آووکادو اینا کارایی میکنن که HDL شما رو میبرن بالا که حالا کلسترول بدتون پایین هم باشه، ببخشید بالا هم باشه، ولی کلسترول خوبتون رو ببرین بالاتر. یه ترازوی ایجاد میشه که اینا رو کلسترول بدو چی میبره بالا، یعنی نمیتونه زیاد کار بکنه. درست، یعنی حالت بالانس درست میکنه بین دو کلسترول بدن شما. بله اینطوری سلولای خونیتون هم خیلی بهتر میمونه، چون که وقتی که کلسترول بالا داشته باشین سلولای خونی شما خیلی کوچیک میشه. وقتی که کوچیک میشه باعث میشه که راههای رگای شما بسته بشه. ولی وقتی که HDL شما بالاست، کلسترول خوب شما بالاست، اینا درشت و قشنگ به اون سازی که باید باشن میشن و یک مثلا فکر بکن داری پالششون میکنی و راحت میرن رد میشن و هیچ مشکلی هم چی ایجاد نمیشه، به وجود نمیاد. به خاطر همین وقتی که کسی که مشکل قلبی داره بهشون میگن که قرص ماهی بخورین که چربی امگا 3 داره، به خاطر که این سلولا رو دوباره درشت بکنه و وقتی که حتی از اونجایی که رگ گرفته شده این سلولای بزرگ در حالت برخورد میتونه کم کم اینا رو چی وازشون بکنه. درست. البته آرش من راستشو بخوای خیلی به قرص ها اعتماد ندارم. ببین به نظر من تا وقتی که سورس طبیعی یک منبع انرژی وجود داره، وقتی ما میتونیم مثلا بر فرض مایع سالمون بگیریم یا همون مایع سمن که توی آمریکا بهش میگن بگیریم استفاده بکنیم، یا روغن زیتون طبیعی که اینجا فروخته میشه، خب البته گرون هم هست، اما ببینید ما باید بهای چیزی رو که میخوایم بهش برسیم و بپردازیم. نمیتونی هومن. ببین یه سری چیزایی هستش که باید شما قرص بخورین، مثلا امگا 3 شما اونقدری که میخواد به بدنتون برسه از لحاظ یک قاش سمن نمیتونین بخورید، چون که شما با سمن یادتون نره که خیلی کالری هم دارین به بدنتون میرسونین. اگه بخواید به اون مقداری برسین که بدنتون یا مغزتون یا خونتون یا همه جای بدنتون مایچه‌هاتون لازم داره، شما باید خیلی کالری بیشتری به بدنتون چی وارد بکنید که نیاز ندارید. حالا این برای امگا 3 مثلا شما قرصای ویتامین هستش که حالا مهم لازم هست که بگم هیچ کدومشون فکر FDA approved نیستش، یعنی چیزایی نیستش که
دولت مثلا تضمین کرده و هیچ وقت هم فکر نکنم تضمین بکنه، چون برای دولت مهم نیستش که بخواد شما ویتامینتون رو سر موقع بخورید و هیچ چیزتون نشه، چون این همه بیمارستان‌ها و داروخونه‌ها بعد پول در بیارن. خب مثلا شما ویتامینایی که لازم دارین به بدنتون برسه، مخصوصا با چیزایی که امروزه میخورین، سبزیجاتی که امروزه میخورین و گوشتایی که امروزه میخورین، اون نوع ویتامینا همشون به بدن شما نمیرسه. شما ولی باید در رابطه با این موضوع باهوش باشین. ویتامینا رو باید بدونین با چی بخورین که ویتامینا در بدنتون فعال بشه. مثلا ویتامین ای باید شما با چربی بخورین. اگه شما دقت کرده باشین، سیب زمینی شیرین رو معمولا با استیک میخورن، چون که استیک اون چربی که استیک داره باعث میشه که ویتامین ای بتونه کار خودش رو بکنه. خب این از لحاظ اینه. مثلا شما گلوکوسامین، خب که برای زانو، برای آرنج، برای هر جایی که قلزوف داره خیلی مهمه. شما مثلا ورزش بکنید، زانوتون درد میکنه، شما برین قرصش رو بخورین به تعدادی که نوشته. شما من مطمئنم بعد از 15 روز، بعد از 20 روز یه تغییر خیلی خوبی در اونجایی که مشکل دارید میبینید. پس اگه همچین چیزایی درست نباشه، شما هیچ وقت نباید تغییری ببینین. اینا همشون چیز مهمه. حالا بعد یه روزی هم در رابطه با بجنجه باشین ساپلمنت، به فارسیش نمیدونم چی میشه. ساپلمنت یعنی قرص چیز نیستش که مثلا شما برای فشار خون میخورین یا چیزایی هستش که بدن شما نیاز داره و ضرری هم نمیرسونه. قرص های مکمل. من الان این توضیح که دیدم متوجه شدم. عالی بود. میرسیم به خب شما دایتی که حالا بدنتون رو داخل کیتوسیس انداختید و بدنتون الان داره از چربی برای انرژی خودش استفاده میکنه. شما کارب کم میخورین، چربی بالا میخورین، پروتئین هم به مقدار کامل شاید 10 یا 15% دارین میخورین. یادتون نره که از چربی پروتئین هم درست میشه، پس نیازی زیادی ندارین مگر اینکه شما میخواین یه دایت دیگه رو دنبال بکنین. بعد خب حالا کیتوسیس که هستش، شما بعد زحمت بکشین، یه چند روز یا بعضی موقع شاید 2 هفته باید چربی رو زیاد بخورین که بدنتون کیتوسیس بشه. یکی از نوعی که شما میتونین بفهمین که بدنتون در استیت کیتوسیس هست، یعنی شما بدنتون منبع انرژیتون دیگه بدنتون عوض کرده و داره از چربی استفاده میبره، اینه که شما گشنتون نمیشه. یه مثال خیلی خوبی که میتونم براتون بزنم اینه که شما مطمئن میشم و مطمئنم که روزایی شده که شما خیلی گشنتون بوده شب و حالا به هر دلیلی غذا رو نخوردین، گفتین که امشب نمیخورم یا حالش ندارم بخورم یا هر دلیلی، صبح که بلند شدین از خواب دیگه گشنتون نیست. شاید بتونین بر ساعت‌ها برین و بازم گشنتون نباشه. این دلیلش اینه که شما وقتی بدنتون گشنه باشه و در بدنتون غذایی نباشه، به همون چیزی که اجداد ما نیاز داشتن که بدن ما الان شروع به کار میکنه که ما زیاد نیازی هم نداریم، ولی بدن ما همون کارو میکنه. چیکار میکنه؟ از چربی شروع میکنه به سوزوندن و شما نیازی به غذا هم ندارید. حالا ولی این خیلی کوتاه میافته. شما یه چیز خیلی کوچیک بخورید، بدنتون برمیگره به همون چیز، گلوکوزی که دوست داره. پس بنابراین چیکار میکنه؟ به همون کاربی که دوست داره. پس بنابراین بعد شما چربی زیاد بخورین که خوب بدنتون کلا منبعش رو بگیره چربی بکنه برای انرژی و برنگره به کارب. خب تا اینجا که اینطوری شد. اگه من نمیدونم، اگه تونسته باشم قانع کرده باشم و توضیح داده باشم که شما چطور بدنتون در کیتوسیس میتونین بندازین، دوست دارم نظرتون رو بشنوم که بعداً بتونم توضیح بیشتری بدم. بعد چیزهای مهمی که دوست دارم در رابطه به این دایت بگم، یکی اینه که شما هر چیزی رو که در زندگی شروع میکنین، حالا از دایت باشه یا شغل جدید یا یک سرگرمی جدید یا هر چیزی که باشه، یه چیزی که شما شروع میکنین همیشه در زندگیتون سعی بکنین که نصف کاره ولش نکنین، چون که برای روان انسان خیلی مهمه که هر چیزی که شروع کردید بتونید تمومش بکنین، به یک جایی برسونین که دیگه نیازی نداشته به که شما بتونین بیشتر جلو ببرینش. پس بدونین اینم در رابطه به غذای خوب یا دایت خوب یا ورزش خوب که میخواین شما انجام بدید، اگر این کار رو شروع میکنین سعی نکنین که شروع بکنین بعد 2 روز دیگه بگین که این هفته نشد، هفته بعد.
اونو ادامه بدین که چون که هیچ فقط دارید به خودتون زحمت الکی میدید. آره ببین هیچ وقت به قول معروف میگن آپشن اینو نداشت، یعنی آپشن به فارسی چی میشه من انتخاب هیچ وقت حق انتخاب رو به مغزتون ندید که روزی باشه که شما گفتید مثلا من میخوام برم باشگاه یا میخوام برم غذای درستی بخورم، حق انتخاب رو به مغزتون ندین که بگه نه همچین کاری رو نکن. هر کسی که ورزش میکنه مثل خودم وقتی ورزش میکنم هر روز که دارم میرم ورزش، البته من یه علاقه به بوکس دارم، من بوکس رو خیلی دوست دارم، چیزی رو پیدا کردم که الان یه خورده آسان تره برام که انجام دادن، الان بیشتر از این که بگم نه به خاطر علاقه زیادی که به بوکس دارم خودم میرم اونجا و فقط یه خورده باشگاه زیبا اندام هستش که مشکل دارم که بعضی موقع پیش خودم فکر میکنم میگم امروز من اجازه رو به مغزم نمیدم که همچی کاری بکنه که مثلا من نرم، من میرم و چون میدونم بعد از این که تموم کردم خیلی خوشحال خواهم شد و بابت این از خودم هم بیشتر چی خوشم میادش. پس بدونین که اگه شما شروع میکنین نصف کاره ول نکنین، یه روزی یا هر موقع که من که هر موقع چیزی رو میبینم که میخوام شروع بکنم هیچ وقت دوشنبه نمیگم، ولی خیلی رو دیدم که میگن از دوشنبه فلانی کارو میکنم. این عادت من خیلی وقتی گذاشتم کنار. اگه امروز اطلاعاتم به جایی رسید که بدونم که یک چیز کوچیکی در زندگی میتونم بهتر بکنم، از همین امروز شروع میکنم تا برسه، هیچ وقت نمیذارم که دوشنبه برسه. بعد چیز مهم که در رابطه به ورزش، حالا اگه مثلا یک روزی شما دارین الان کیتوسیس مثلا دنبال میکنین و کمتر غذا میخورین و انرژی بالاتر دارین، خوابتون بهتره و غیره و غیره، یه روزی یه چیزی شد که مثلا شما یه برنجی خوردید یا یه چیزی خوردین که حس میکنین که از کیتوسیس اومدین بیرون، بهترین راهی که برگردین به کیتوسیس اینه که شما فردا بلند بشین و بدون صبحانه برین کاردیو انجام بدید. کاردیو که انجام بدید بهش میگن فست کاردیو، کمک میکنه که بدنتون دوباره برگرده به استیت کیتوسیس که کیتون بادیز رو به عنوان انرژی استفاده میکنه. درسته. خب برای این کاردیویی که شما گفتید توی ایران بهش میگن ورزش‌های هوازی، یعنی دو میدانی کارهایی باید بکنید که یعنی مثلا با وزنه نباید کار بکنید، رو تردمیل باید باشید یا دو میدانی طبیعی که خیلی بهتر از تردمیل هستش چون شما در معرض هوای آزاد قرار دارید. ورزش‌هایی که هوازی هستن. حالا دوست دارم یه روزم در رابطه با ورزش هم پادکست درست بکنیم. حالا اینجا کاردیو، کلمه کاردیو در انگلیسی از کاردیو واسکولار گرفته شده، یعنی هر ورزشی که ربط به ضربان قلب شما. کاردیو اصلا به انگلیسی لفظ علمی یعنی قلب، اما معنی هارت رو میده، منتها یعنی کمش گرفتن نصفش کردن کاردیو واسکولار و بهش میگن کاردیو واسکولار، یعنی قشنگ نصفش کردن. حالا یه چیزی می‌خواستم در رابطه به وزن که گفتی، میتونی کارهای ورزش‌های کاردیوواسکولار بکنی با وزن کم و تعداد زیادتر انجام بدین که ضربان قلبت ببره بالا، چون خیلی ها دیدم خیلی با وزن‌ها خیلی کارهای خوبی هم میکنن که براتون خوب هم هست، مثلا کرو بالا میگیرن که گرده و یه بالاش هم دسته داره میگیرن، خیلی کارا میکنن. حالا بگذاریم بعد در رابطه با ورزش هم دوست دارم یه پادکستی در آینده شروع بکنیم، ولی کاردیو یه کاری بکنین که حوصله‌تون سر نره، مخصوصا برای اولا شما اگه تا 30 روز بتونین ادامه بدین این دایت کیتوژنیک که میتونین گوگل بکنین و بدونین چه چیزای خوبه و چه چیزای خوب نیست. حتما در روی یوتیوب پیجمون شما میتونین کیتوژنیک رو ببینین که چطوری گوگل بکنین، اسمش به انگلیسی یا بعد به فارسی هم میتونین. انا نمیدونم به فارسی اگر اینفورمیشن باشه یعنی اطلاعات باشه یا نه، اگر نباشه که من دوست دارم یه پادکست دیگه هم دوباره درست کنم فقط در رابطه با طرز تهیه خوراکتون و چیزایی که خیلی خوبه و کارهایی که خودم کردم از تجربه خودم براتون بیشتر بگم. بسیار عالی. و ورزش، هومن جان شما منو دیده بودی که من افتضاح شده بودم از لحاظ وزن، خیلی وزنم زیاد شده بود و خیلی هم سخته. وقتی که شما چاق باشی یکی از سخت‌ترین کارها همینه که شما نه تنها که غذای مثلا کار رو بزنین به کنار، اینه که شما بلند شین برین ورزش، چون که اون چربی‌ها یه کاری میکنه که بیشتر شما تنبل بشی، تنبل‌تر میشی. خب ولی من
این چیزو یادم بود، گفتم اگه من شروع میکنم نمیذارم که منو یه کار بکنه در این جنگ بتونم ببازم. گفتم من در این جنگ برنده میام بیرون. خب حالا هم که خودت دیدی خیلی کارهایی که کردم همشون چیز مثبت به من دادن. من الان در روز 2 بار میرم باشگاه. یه روز یعنی در صبح میرم بوکس، برای 1 ساعت بوکس انجام میدم و لباسم کلا انگار فکر میکنید از زیر بارون اومدم خونه. بعد شبشم میرم زواندمی میکنم که میخوام که یه وقت چون که من عقیدم اینه که اگه مرد هستی باید ماهیچه داشته باشی، نه که یه بدن. البته ببخشید خانوما هم هستن که ماهیچه دارن، ولی کلا دارم میگم باید یه جورایی سفت بدنت باشی، مردونه باید سفت باشی، باید سفت باشی. حالا بعضی خانوما هستن و از مردا هیکلشون قشنگ‌تره، یعنی ماهیچه دارتره، پس به اونا بی احترامی نشه. منظورم حالا این نکته ای اضافه بکنم. من وقتی که دانشگاه میرفتم و توی ایران دانشگاه میرفتم و واحد تربیت بدنی برداشته بودم، من استاد تربیت بدنیمون ایشون خودش فوق لیسانس تربیت بدنی داشت. یه نکته خیلی قشنگ من گفت، روزی باش من بحث ورزش کردم و ایشون من گفتش که هومن جان چجوری ورزش میکنی؟ گفتم استاد من دارم تقریبا خب از تقریبا میدون ولیعصر پیاده میرفتم تا چهارراه ولیعصر، از چهارراه ولیعصر انقلاب پیاده میرفتم. گفت ببین این پیاده روی خیلی خوبه، ولی شما که میخوای ورزش بکنی، حالا شما که گفتی لباسه که من میبینی، من یه لحظه این نکته اومد توی ذهنم. استاد تربیت بدنی من گفت ببین مبحث روانی هستش، یعنی شما باید لباس ورزشی تنت بکنی و بری ورزش بکنی. اینو باز میگم ما اشتباه نگیریم، اگر میخوایم ورزش بکنیم ابزار و وسایل ورزشمون رو باید داشته باشیم در حد بیسیک. حالا من نمیگم شما برید هزینه بکنید و چه میدونم مثلا کفش فلان بخری یا مثلا پیرن فلان بخری. آقا من یه زمانی بود با خود این آرش با مایو شنا میرفتیم با هم دیگه ورزش میکردیم. کسی هم مثلا توی مایو شنا رو من نپوشیدم، شما پوشیده من پوشیده بودم. آخه ولی من بهت گفتم عوض بکن، به مردم این چیزو یاد نده هومن. نه اصلا میخوام اینو بگم مهم نیست، مهم اینه که شما داری میری ورزش میکنی. نه مهم نیست، ببین شروع کردنش مهمه. شما همون چیزی که داری، اتفاقا یکی از بزرگترین مشکلاتی که آدمایی که ورزش نمیکنن اینه که یا میگن زمانشو ندارن، یا میگن وسایلشو ندارن، یا فلان بیسار. شما باید همون چیزی که دارید، همون زمانی که دارید بتونین اونو یه کاری بکنین که به ورزش و تغذیه خوب شما میزان باشه. خب میتونم ادامه بدم؟ بله بفهم. من حرفم تموم شد. خب از لحاظ ورزش به نظر من یکی از بهترین چیزایی که در زندگیم اتفاق افتاده اینه که الان من ورزش میکنم. اگر ورزش نکنم نمیتونم به کارهای زندگیم درست برسم. فکر میکنم در راه زندگیم، در هر زمینه زندگیم خیلی به من کمک کرده. منو کلا آرومتر کرده و بهتر میتونم در رابطه با چیزا فکر بکنم. مثلا از لحاظ رفاقت، از لحاظ رفاقت خودم با خانمم و دوستام، همه چیز خیلی برای کمک کرده، چون که کلا آدمو خیلی آرومتر درست میکنه و بهتر میتونی در رابطه با همه چیز فکر بکنی. یعنی خیلی چیز مفیدیه. کلا شما 1 ساعت میرین ورزش ولی برای 24 ساعت از اون دارین استفاده رو میبرید. اینم برمیگره به به تکامل انسان، که ما همیشه میشه گفت جونورا یا یه جاندارایی بودیم و هستیم که بدبختی و سختی ما رو خوشحالتر نگه داشته. حالا شاید بدبختی نه، سختی از لحاظ مخصوصا فیزیکال، یعنی از لحاظ بدنی. از لحاظ بدنی شما هر موقع سختی دیدید اون شب خوب میخوابی. درسته. یعنی شما اگر من 2 روز کاری رو با هم دیگه مقایسه میکنم در تایید حرفت، یه روز کاری هستش که یعنی من توی شرکتی کار میکردم که دستگاهم خراب بود، پرینترم خراب بود، کلا من تو اون 8 ساعت هیچ کاری نداشتم انجام بدم، ولی خب پولمو میگرفتم. شب که میرفتم خونه اصلا کسل بودم، نمیتونستم درست استراحت بکنم، متوجهی؟ ولی روزایی بوده که خیلی شلوغ بوده و وقتی که شب میرم خونه چقدر میتونم راحت استراحت بکنم، چقدر بخوابم، چقدر خوب بخوابم. اصلا کلا روانشناسا اینو میگن که شما وقتی که به بدن خودت سختی میدی از هر نوع، مثلا یک
بزنس جدیدی داری واز میکنی یا هر چیزی که بتونی در برابر اون تلاش بکنی. مثلا حالا من میخوام بیشتر ربطش بدم به ورزش. شما وقتی اون ورزش رو میکنی و اون 1 ساعت یا نیم ساعت یا هر چقدر شما وقتش میذارین میرین اونجا بدنتون رو زیر سوال میبرین که ببینین که تا کجا میتونین ببریدش با خودتون، تا کجا میتونه میگن که got your back، یعنی تا کجا میتونه هوای شما رو داشته باشه. یعنی خیلی خیلی جالبه برای من همیشه وقتی میرم باشگاه بدن خودم زیر سوال میبرم اینو بعد ببری که من چقدر میتونم همچی کاری بکنم. چرا مثلا یک کسی رو دیدم که فلان کاری داشت میکرد، آیا منم میتونم بکنم؟ اگه الان نمیتونم بکنم آیا میتونم تا 3 ماه دیگه تا 6 ماه دیگه همچی کاری بکنم؟ چرا اونم یک انسانه مثل من، چرا اون میتونه همچی کاری بکنه، چرا من نمیتونم بکنم؟ حالا اگه من با این سنم نتونم بکنم آیا 20 سال دیگه افسوس اونو میخورم که چرا همچی کاری نکردم؟ چون اگه مخصوصا الان من به خودم نرسم 20 سال 30 سال بعد به یه جایی میرسم که واقعا راه برگشت خیلی سخت داره، یعنی راه برگشت بازم هست ولی خیلی سخت داره. پس بنابراین من الان با این سنی که هستم باید یه کاری بکنم که چی؟ زمانمون اون موقع اون موقع تازه من میخوام لذت رو ببرم. چون شما یادتون نره شما الان مثلا سوء تفاهم نشه، یک شخص ایرانی که مثلا 50 60 سالشه شما ببینین مقایسه بکنین با یک 50 60 ساله آمریکایی، 50 60 ساله ایرانی انگار مثل که 70 80 سال یا شاید 90 سالشه. چون که نمیدونم به خاطر استرس زیاده یا به خاطر ورزش نکردن یا هر به خاطر بذار من این قضیه خود کلی‌تر بگم خیلی کوتاه، به خاطر سیستم زندگی غلطیه که شما از هر جهتی که بخوای حساب بکنی. ببینید سیستمی که ما توی آمریکا داریم دنبال می‌کنیم، مخصوصا تو آرش چون تو آمریکایی تر هستی تا من، و ببین این سیستم به نظر من یه جورایی درست‌تر از این سیستمیه که خود من دارم زندگی میکنم. یعنی طرفو میبینی، من یه دوستی دارم اسم ایشون جوه و ایشون ماشین رو سوار میشه که من دوست دارم، کامارو داره، یه کامارو فکر کنم 2013 داره و شرکت خصوصی خودشو داره و تقریبا 70 سالشه و ایشون پس تقریبا همسنید. آره تقریبا. حالا گذاشته از شوخیش ایشون، من اتفاقا 2 روز پیشم باز دوباره من تو اتوبان داشتم رانندگی میکردم، این داشت رانندگی میکرد قشنگ سانروفش هم داده بود پایین و داشت به خدا از من یه خورده میدونید سرخوش، یه خورده سرحالتره اصلا. اگه بخوام مثلا حساب بکنیم میگیم که یه مثلا یه باری هم اینجا میره. دوستان عزیز ببخشید اگر هومن هی صداش داره کم و زیاد میشه، من دارم هی بهش اشاره میدم که دهن مقدسش رو داره مبارک که خورده هی جلو عقب نبره، چون که الان فکر میکنم خیلی ها هی صدا رو زیاد پایین میکنن تا ما یه چیز جدید سفارش داریم تا اون بیاتش. ما رو ببخشید چون که فوتم زیاد میکنه، علاقه به فوتم داره، همین الان هم یه فوتی کرد. برو ادامه مطلب. این که همونطور که عرض کردم یه مقداری در واقع لایف استایلی که ما توی آمریکا داریم خیلی به نظر من شاید بهتر باشه تا لایف استایلی که توی ایران داشته باشه. آره خب ببین نمیخواد حتما ایران باشه. ببین الان من لایف استایلی که دارم فکر می‌کنم یکی از بهترین لایف استایل هست. یعنی هر کاری که علاقه داشته باشم بلند میشم انجام میدم. یعنی چیزی نیستش که جلوی منو بگیره. جایی رو بخوام برم ببینم بلند میشم و میرم میبینم. اجازه نمیدم که چیزی رو بخواد جلوشو بگیره، چون که من الان یه زندگی دارم، یه بار میخوام زندگی بکنم، به دنیای بعدی عقیده ندارم. پس میدونم همین زندگی الان همین زندگی رو، اگه من دفعه داشتم رانندگی میکردم یه موتور سواری رو ماشین زده بود و موتورش اینور جمع شده بود و خودش یک گوشه اون دورتر افتاده بود، ماشینا دور تو دورش وایساده بودن که یخ ماشین نیادش و یک پلاستیک سیاه هم روش کشیده بودن قشنگ. بعد کفش طرف یه ور دیگه افتاده بود، قشنگ معلوم بود که این طرف چی مرده بود، از دست رفته. به همون دقیقه پیش خودم فکر کردم، گفتم ما رو چه حسابی این فکر رو میکنیم که یه روز 50 ساله میشیم، یه روز 60 ساله میشیم، یه روز 70 ساله میشیم. باید اونایی که 70 ساله هستن، 50 ساله هستن یا 60 ساله، هر عمر مثلا از 50 به بالا هستن، ببینیشون بهش میگه که I'm glad you made it. یعنی خیلی خوشحالم که شما به این سن رسیدی، چون که واقعا شما فکرش بکنید این همه مریضی ها، این همه خطر در زندگی هست، این همه چیز هست،
ما همه چیزی رو بهش میگن for granted، یعنی فکر میکنیم حتما باید همچین اتفاقی بیفته، یعنی ما حتما باید زندگی 90 ساله داشته باشیم، 100 ساله داشته باشیم. من نمیدونم چند سال زندگی میکنم، ولی دوست دارم هر چقدر زندگی کردم سلامت باشم، یعنی تا اونجایی که میتونم چیزایی که دست خودمه، شاید نمیدونم حداقل تغذیه که دست خودت. دقیقاً تغذیه و ورزش. خلاصه ورزش حرفمون دور نشه، ورزش خیلی مهمه. شما باید همیشه وقتتون رو بزنید کنار، اون بدنتون رو به سختی بکشید، بعد زندگی رو به نظرم لذت زندگی رو بهتر میکنه. هر موقع که انسان سختی میبینه، مثلا من بعضی از پولدارا رو میشناسم که میلیونرن، خب اینا زندگی خیلی خوبی دارن و قصر دارن، یعنی چیزی در زندگیشون کم ندارن. خب میره برای 2 هفته در جنگل کمپ میکنه، اونجا آتیش درست میکنه، بعضی موقع غذا کم میاد مجبور بره خرگوش شکار کنه یا هر چیزی. ازشون یه دفعه از یکیشون پرسیدم، گفتم که چرا همچین کاری میکنی؟ گفت من هر وقت همچین کاری میکنم از زندگیم لذت بیشتر میبرم. وقتی برمیگردم و در اتاقم میرم اون سویچ میذارم لامپ روشن میشه، یه لذتی داره. وقتی میرم یخچال رو وا میکنم، آبو میخورم، آب خنک، و نه باید صافش بکنم نه باید بجوشونمش، یه لذت دیگه داره. وقتی که اجاق رو روشن میکنم، غذامو به راحتی میپزم، یا وقتی که میخوام دمای خونم 70 درجه باشه یا 60 درجه باشه همون دما هستش، لذت میبرم. اگه این کارو نکنم، برای 2 هفته نرم به خودم سختی ندم، هیچ وقت نمیدونم قدر چیزی که دارم ما نمیدونم. البته یه چیز بگم، اینی که مثلا 2 هفته بری توی جنگل مثلا کمپ کنی، خودش لذت خاص خودشو داره. آره خب خیلی اونم چه بعد دوست دارم یه زمانی در یه بحث درباره شکار اینا باشه که یه پادکست یعنی دقیقاً برای همین جاهای جنگل و در رابطه به چی میگن نیچر رو چی میشه به فارسی طبیعت و شکار و اینا باشه، دربارش خیلی دوست دارم صحبت بکنم. اینطور که بوش میاد من تو خیلی کار داریم. آره خیلی هم خوبه، چون که من فکر میکنم یه وقت یه روزی بشه که ما تاپیک کم بیاریم، یعنی موضوع کم بیاریم، ولی خب تا حالا که داریم خوب پیش میریم. خب حالا سختی به بدن بده، سختی به بدن خیلی چیز خوبیه. یه کاری میکنه که شما از اون زندگی که دارید، از اون چیزی که دارید و اون خوابی که هستش، همه چیز لذت بیشتری خواهد داشت بعد از 1 ساعت ورزش. حالا بیشتر هم شد، چرا که چه بهتر. بعد یه چیزی که خواستم تا حرفم دور نشده درباره انسان، چیزی که انسان نیاز داره اینه که حالا ورزش اون سختی که بذاریم به کنار، که هر آدم موفقی رو ببینید در زندگیش یه سختی بوده، یه سختی بوده که شما اگه فکر بکنین، نمیدونم بیل گیتس میگفت، یه شخص خیلی موفقی میگفتش که هر آدم موفقی میبینی یک زمانی در زندگیش گفته که دیگه هیچ برای ادامه به زندگیم هیچ امیدی ندارم، همه امیدش از دست داده بوده و فکر میکنه که هیچی اونطوری که باید باشه نیستش. گفت هر آدم موفقی که شما میبینید در زندگیش یک لحظه‌ای بوده که همچین چیزی رو گفته و اون لحظه باعث شده که چی؟ زندگیش از این رو به اون رو قوی‌تر بشه. اگه اون لحظه ها رو شما نداشته باشید، نمیتونین با زندگیتون یه خورده قوی‌تر جلو بیاین. بنابراین همینطور که سختی میدین، چیزهای جدید هم یاد بگیرید. چیزهای جدید برای مغز انسان خیلی خوبه، چیزهایی که شما صلاحیتی ندارین باش. مثلا من کسایی رو میشناسم که فوتبال بلد نیستن، بنابراین دوست ندارن بازی کنن، میترسن که کسی ببینتشون و اینا مثلا بگن که طرف فوتبال بلد نیست. ببخشید. همین چیزهای جدید یاد گرفتن برای مغز انسان، برای آسایش انسان خیلی چیز خوبیه. پس بنابراین اگه شما ورزش میکنین، اگه بتونین یه ورزشی رو برین که تا حالا انجام ندادین و یاد بگیرید، نه تنها ورزش برای شما خوبه، اون چیز جدیدی که دارین یاد میگیرین برای مغز شما خیلی خوبه، باعث خوشنودی مغز شما میشه. چون ببین ما انسانیم، خب انسان ساخته شده برای چیزای جدید یاد گرفتن. به علاوه بر این که ما عادت داریم که جزء گروه باشیم و عادت داریم یه چیز جدید رو بگیریم، کامل بکنیم، یعنی یاد بگیریم و تشویق بشیم، همه این چیزا به کنار و تقدیم به هم نوعان خودمون بکنیم. دقیقاً. پس بنابراین این چیزی که
شما میتونید یه چیز جدید یاد بگیرین، مخصوصا اگه ورزش باشه برای شما خیلی 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 خوبه. پس دوست دارم که تقریبا بحث دایت رو اینجا ببندم. البته میخوام ببینم هر سوالی داری از من بپرسید، چون که همین سوالایی که شما خودت داری امکان داره یک کسی دیگه داشته باشه. تا اینجا میخواستم بگم که پس چربی مفید، چربی خوبیه، بخورید، بدنتون رو کیتوسیس بکنین، در رابطه با این موضوع بیشتر بخونید. اگر چیزیه که دوست دارین انجام بدین. چربی چیز بدی نیست. شما کسی که قند خون داشته باشه دکتر بهش نمیگه چربی نخور، بهش میگه شکر نخور، میگه کارب نخور، برنج نخور، آره. نان نخور. اگه میخوری باید چک بکنی. شما باید ببینین که شماره گلوکوزتون چقدره، بعد همونقدر شما باید انسولین به خودتون تزریق بکنید. پس کسی نمیگه که چربی رو وایسون. همین چربی شما میتونید بخورید، سر جاش هست. چربی چیز خوبیه، ولی چربی درست بخورید. چربی گوشت خیلی خوبه. مثلا نمیدونم داخل ایران که خوک نمیخورن، ولی خوک یک از ولی این وسط اندازه رو از دست ندید. نه خب همون شما وقتی اون طبق اون فرمولی که در واقع اون کسی که اومده این رو امتحان کرده، که من داشتم توی یوتیوب میدیدم، طرف خیلی خوشتیپ رو فرم، مثلا یه دکتر تغذیه‌ای بود که داشت این حرف رو میزنه. حرف اولی ما یادت نره که گفتم شما هر دایت میکنی از کالری نمیتونی بگذری. یه خوبی که کیتوژنیک داره که شاید مهمه که بگم، یعنی خیلی مهمه که بعد بگم، اینه که شما گشتتون نمیشه، خیلی کم گشتتون میشه. به جایی که بخواید روزی 5 بار غذا بخورین، شاید 1 بار بخورین، شاید هم 2 بار، و براتون ضرری هم نداره. چون که ولی ویتامیناتون هم بخورین، آبم به اندازه کافی بخورین، چون که اون چربی بدنتون داره به حالت انرژی کار میکنه. مثلا یه شخصی بودش که حدود 266 روز هیچ غذایی نخورد، ساپلمنت خورد، یعنی ویتامیناش اینا رو خورد و آب میخورد. این چیزی که تو گوگل هستش، اسم طرف رو یادم نیست، و ایشون فکر میکنن 100 پوند یا بیشتر در این 1 سال از دست دادن و پوست اضافی هم نیاوردن، چون که پوست اضافی هم چربیه. خود بخورد جذب میشه. اگه شما از لحاظ کیتوسیس وزنتون رو کم بکنین، پوست اضافی هم نمیارید، چون که چربی پوست جزو چربیه و اونم با چربی بدنتون میسوزه. درست. حالا من خیلی خیلی کوتاه باز یه مرور خیلی سریع انجام بدم روی. خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت در وهله اول که این اطلاعات به این خوبی رو در وهله اول، حالا قبل از اینکه اصلا این پادکست فارسی هم یه خورده بهتر شده از پادکست اولی تا حالا، یه خورده قوی تر شده. حالا اگر هم چیزی بود من در خدمت هستم. یه نفر فوش نوشته بود منو به اسم آمریکایی صدا زده، یعنی گفتش که یارو آمریکاییه. آره، بعد خندم گرفت، گفتم یعنی لهجه‌ام اینقدر بده؟ نه ببینید دوستان همه خواستم بگم فوش می‌نویسی حداقل اس بیار میگی به کی میگی. خب آرش جان، عرض کردم در وهله اول من به نوبه خودم ازت خیلی تشکر میکنم. خیلی اطلاعات خوبی بود. قابل شما نداشتم. خواهش میکنم. شما مرید باشید به قول آقای عبدی. چه میگن تخم چشم ماین. خواهش توی اخراجی ها میگم خواهش میکنم شما مرید باشید. تشکر میکنیم از آرش عزیز بابت اطلاعات بسیار خوبی که در اختیار ما گذاشت. در وهله اول قبل از این که پادکست بخواد ایر بشه در اختیار من قرار گرفت. من یه مرور خیلی سریع میکنم بر گفته های ایشون که خیلی سریع. پس قرار بر این شد که ما شکر و نشاسته و آرد رو از دایتمون حذف بکنیم در وهله اول. دقیقاً. یه چیزی ببخشید کارب که کاربایی که ما میخوریم شوگر هست، یعنی شکر هست، استارچ هست که نشاسته میشه و فایبر هست. فایبر هم یک نوع کاربه ولی در بدن انسان هضم نمیشه، بنابراین یعنی همونطوری که میره داخل همونطوری میاد بیرون، که خیلی از دکتران وقتی که کسی اسهال داره بهشون میگن فایبر زیادتر بخورن، چون که باعث میشه که سفت بشه. حالا از این دیگه یعنی قشنگتر نمیتونم بگم. نه یعنی در واقع ایشون منظورش این هستش که در موقع دفع غذا یعنی مشکل اسهال نداشته باشن، چون در واقع فیبر یه جورایی تقریبا روی روده بزرگ تاثیر میذاره. روده بزرگ کار اصلیش چیه؟ جذب آب باقی مانده غذا و پخش کردن این آب در بدن. وقتی که انسان اسهال میگیره روده بزرگ کار خودش رو درست انجام نمیده.
نه فایبر به خاطر که نگاه کن همونطور که میره داخل همونطور میاد بیرون، پس بنابراین زنده است، یعنی هضم نمیشه. درست. به خاطر همین باعث میشه که چی همون چیز میشه سفت باشه. همون مشکل بیرون روی رو حل بکنه، یعنی مشکل اسهال بدن رو حل بکنه. آره مثلا حالا برای چی گفتم فایبر؟ حالا نمیدونم تو ایران درباره به غذایی که میخورین چقدر اینفورمیشن نوشته، چقدر نوشته؟ تقریبا هیچ. آره خب اگه مثلا داخل گوگل مثلا شما خودتون دنبال جستجو بکنین، مثلا ببینین چقدر فایبر داره، مثلا چقدر کارب داره، مثلا اگه زده 10 گرم کارب بعد 5 گرمش فایبره، شما پس بنابراین دارین فقط 5 گرم کارب رو میخورید. درسته. یعنی اون 5 گرم فایبر گفتی به فارسی چه میشه؟ فیبر. اون حساب نمیادش، اون حساب نکنین. درسته. بله خب من اینطور که معلومه من باید دوباره حرفم رو از اول بگم. خب این چیزی که آرشان فرمودن این بود که در وهله اول شکر حذف میشه، در وهله دوم آردها و در واقع نشاسته هایی که ما توی وعده غذاییمون داریم اینها باید از تو بشقاب ما که بره کنار. و ما باید نکته بعدی ما باید چربی های خوب رو جایگزین غذاهای مضرمون بکنیم. یعنی باید تخم مرغ مصرف بکنیم مثلا و آووکادو باید مصرف بکنیم. نوع روغنی که برای پخت و پز داریم استفاده میکنیم اون نوع روغن باید کاملا باید ببینیم که چی داریم استفاده میکنیم. روغن زیتون، روغن نارگیل و یه روغن دیگه هم گفتی آرش، روغن آووکادو هم استفاده میکنم. روغن آووکادو. من روغن کنجد رو هم شنیدم ولی زیاد مطمئن نیستم. اونو من یک دفعه قدیما استفاده کردم ولی در رابطش زیاد نمیدونم. من هم نمیدونم زیاد. و اینطور میشه که بدن شما عادت میکنه که از سورس چربی استفاده بکنه برای انرژی بدن. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ بدن شما از غذایی که میخوره شروع میکنه تغذیه کردن و انرژی مصرف کردن. حالا وقتی که کم میاره در وهله اول این چربی خودش گفتی چند ساعت آرش جان هضمش طول میکشه؟ چی چربی؟ فکر میکنم 4 ساعت برسه. 4 ساعت. 3 تا 4 ساعت. خب شما دیر گشنتون میشه. این در وهله اول. اگر شما بخواید گوشت رو با برنج مصرف بکنید، برنج زودتر از گوشت مصرف میشه. خب برنج انرژی بدن شما رو مصرف میکنه و دیگه جایی واسه پروتئین و جایی واسه چربی نمیمونه. چربی بخشید. بنابراین اون هدر میشه، یعنی در واقع اون پروتئین و اون چربی که شما دارید مصرف میکنید هدر میشه، چون بدن شما قبل از این که بخواد گوشت رو هضم بکنه و چربی رو هضم بکنه انرژی خودش رو از برنج گرفته یا نون گرفته. بنابراین شما اگر حجم زیادی گوشت بخورید یا چربی بخورید مشکلی نداره. اما این وسط ورزش به شما کمک میکنه که سلول‌های بدن شما تقاضای انرژی بیشتری بکنن و به علاوه اون انرژی که شما دارید روزانه میخورید بیاد و از چربی‌های ذخیره شده بدن شما استفاده بکنه و این پروسه تقریبا به اینجا ختم میشه که شما ببینید نوشتن بین 3 هفته تا 6 هفته. شما در بین 3 هفته تا 6 هفته انتظار تغییر زیادی نداشته باشید، یعنی دل سرد نشید. همونطور که آرش گفت کار رو نیمه کار رها نکنید. اگر اضافه وزن دارید واقعا پی این قضیه رو بگیرید، چون پیامدهای بدی مانند مثلا چربی دور قلب داره که باعث سکته قلبی میشه و کبد چرب هستش که به سراغتون میاد و این پیامدها رو داره اضافه وزن که خب هر کسی دوست نداره که به این موارد مسائل دوچار بشه. و عرض کردم تا 6 هفته اول زیاد توقع تغییری نداشته باشید. اما نکته اینجاست که اگر ورزشتون درست باشه و اگر میزان کالری و میزان در واقع غذا و انرژی که دارید مصرف میکنید از منبع غذا درست باشه، بعد از 6 هفته ما به شما قول میدیم که تغییرات رو خواهید دید. در رابطه به این موضوع چقدر میخوای پول در بیاری؟ این شرکتی که کیتوژنیک رو درست کرده میخواد به شما چند پول بده هومن جان؟ والا هر چی بده خدا برکت داداش. خوبه هر چیز داد نوش جونه. آره بابا. نه ببین یه آب باریکه‌ای هم باشه خب خوبه دیگه. نه خوبه که مردم بدونن که از این پادکستی که مخصوصا این یا همشون ما هیچ سودی نمیبریم و قصدمون کمک کردنه. همون تجربه که خودمون داریم برای خودمون پیش اومده، دوست داریم که
چیزی که خودمون رو بهتر بکنه، دوست داریم به مردم بگیم که شاید یه کمک کوچولویی برای یه نفرم بتونیم کمک بکنیم در رابطه به هر موضوعی، ما به ما این قدم رو داریم برمی‌داریم. ما خواسته خودمون رسیم. دقیقاً. خب می‌خواستم دو سه تا چیز اد بکنم خیلی کوتاه. داخل نیوز، داخل اخبار خوندم که نوشته بود که کوکونات اویل، یعنی روغن کوکونات یا نارگیل، همون نارگیل، برای انسان بده. و من رفتم خوب مقاله رو خوندم از اول تا آخر که ببینم که دلیلش چیه، چون که من همیشه دوست دارم مثلا اون گفته قبلی که ما صحبت کردیم داخل پادکست قبلی، دوست دارم کسایی که با من مخالفن رو ببینم که برای چی با من مخالفن و چه چیزی هستش. و رفتم خوندم و یه مقاله کلا بزرگ، فکر کنم حتی CNN هم زده بود، ختم کلامشون این بود که کوکونات اول دلیل بدیش برای انسان اینه که چربی زیادی داره و ما داریم میگیم که چربی بخورید اگه خوبه، که مخصوصا HDL شما رو میبره بالا، برای شما خوبه. پس اگر هم چیزی رو شما خوندین و وقت دارین مقاله رو بخونین، اگه وقتش هم ندارین پس مجبورین که حرف من قبول بکنین. دقیقاً. بعد یکی از چیزهای دیگه ببخشید خیلی مهمه چون که برای من اتفاق افتاده. من یکی از مشکلاتی که مخصوصا اولا داشتم این بود که چیزایی که دوست داشتم باید مینداختم بیرون و نباید تو خونه می بود. هر چیزی که مثلا شکر داره و نشاسته داره من همشون رو انداختم بیرون. تنها دلیلی که تونستم نخورم این همین بود که نباید شما دسترسی بهشون داشته باشین و داخل خونه غذا بپزین، غذا بیرون نخورید، چون که بیرون میخورید نمیدونید چه روغنی استفاده شده، نمیدونید چه چیزایی استفاده شده، مسلما از ارزون ترین انواع روغن، بدترین چیزا. بنابراین هم تو خونه غذا بپزین و بخورین و درست بکنین، همراهتون ببرین سر کار و غذا هم نباید بیشتر از 5 تا 10 دقیقه طول بکشه درست کردن. درست. نباید بیشتر طول بکشه. یعنی منظورت اینه که حرارت زیاد، مدت کم که ویتامیناش حفظ بشه؟ نه، منظورم ببین حالا کاری با ندارم، ولی منظورم اینه که خیلی میگن وقت غذا درست کردن ندارم. من میخوام بگم شما تا 5 تا 10 دقیقه شما میتونید بهترین غذا درست کنید. زیاد نمیخواد برین حالا حتما قرمه سبزی درست بکنید، خودتون اذیت بکنید. آره، شما میتونید یه غذای خیلی ساده و خوشمزه در 5 تا 10 دقیقه درست بکنید. حالا اونم شاید در آینده با بتونیم یه پادکست ویدیویی درست بکنیم که غذا رو نشون بدیم و سبک تهیه غذایی که کیتوژنیک هستش به فارسی نشون بدیم و توضیح هم بدیم. پس این از اون. پس چیزایی که به درتون نمیخوره، چیزایی که بعد همین امروز از خونتون چی بندازین بیرون، اونا به درتون نمیخوره. دقیقاً. ببینید قصه یه مقدار اون پولی رو که دارید مثلا در واقع حالا مثلا بگیم آقا هدر میدی یا هدر که نمیدید، دارید در جهت سلامتیتون قدم برمیدارید، قصه اون یه مقدار پول رو نخورید. یعنی دقیقاً اگر شما همین الان توی خونتون نوشابه قندی دارید، کوک دارید، پپسی دارید، هر چی که دارید، واقعاً این چیزا برای بدن شما سمه، این رو بریزید دور. یا اگر کسی از اطرافیانتون میدونید که برفرض مثلا مشکل وزن نداره، برنج هم داره میخوره، مشکلی نداره، ببینید اصلا مشکل هم داره ولی میخوره، اگه میخوره ها بهش بریم بدین بهش. آره، مثلا میگن به کسی که طرف مثلا میگن من سیگار برات نمیخرم به خاطر اینکه نمیخواد سیگار، خود طرف چه سیگار بهش بدی چه ندی سیگار رو میکشه. یعنی شما کاری نکنین که جلوی طرف بگیرین، همش وابسته به شخص خود طرف داره. درسته که میگم میتونید اینو بدید به دور اطرافیانتون، حالا با این تفاصیلی که ما گفتیم، و اینو در واقع از خونتون رو از چیزهایی که نمیخواید بخورید قشنگ تمیز کنید و دوباره برای در واقع مصرف خونتون خرید کنید و این سری درست خرید بکنید و در واقع چیزایی که دایتتون داره بهتون، چیزایی که رژیمتون داره بهتون میگه، اونها رو خرید بکنید و اون شکلی برید جلو. یه چیز آخری میخوام اد بکنم، یادتون نره کارب برای بدن نیازی نیست. اگه شما مقاله‌ای میخونین که در رابطه با کارب که نوشته که کارب نیاز هست به بدن، این مقاله ها معمولا به طریقه کسایی که شرکت‌ها شکر دارن یا نشاسته دارن این مقاله ها اسپانسر میشه و نوشته میشه، ولی داخل مقاله ها من بازم دروغ نمیتونی پیدا بکنیم. مثلا بالاش نوشته که موضوعش که کارب برای بدن لازم است. خب بعد شما مقاله رو میخونین، وقتی کلش رو میخونین میبینین که فقط تنها چیزی که مینوشته برای بدن لازمه اینه که انرژیه، که شما اون انرژی رو دوباره چی میتونین از کیتون بادیز، یعنی همون چربی، به بدن برسونین. و
نکته آخری که خواستم بگم اینه که این کارهایی که من به شما گفتم همش خودم کردم. اگه من نمی کردم و برادرت همین کار انجام داد. آره، اگه جواب نمیداد همچین کاری رو من نمی کردم. چون و برادرت هم یه مقدار خیلی زیادی اونم وزن کم کرد. درسته ولی نمیدونم چقدر وزن کم کرده. اونم خوب جدیه. و میخواستم بگم که این کار رو خودم کردم، یعنی این راه رو خودم رفتم و جواب داده و دوست داشتم. البته خیلی از کسایی که نزدیک هستن به من گفتن که چطوری مثلا این همه وزن کم کردی. دوست دارم مثلا این پادکست هم برای اونها هم باشه که اگه یه روزی بخوان گوش بدن و ببینن که من چه کار کردم، این پادکست برای اونها هم هست و هر کسی دیگه که ازش میتونه استفاده ببره. بسیار عالی. خب آرش شما فرمایشات تموم شده در واقع در الان؟ من حرفام تموم شده. من اینکه کامنت باشه در آینده، یه سوال بپرسن که ما بتونیم در پادکست های آینده بهشون وقت بپردازیم. درسته. حالا اگر اشکالی نداره من میخوام یه بخش 1 دقیقه‌ای اضافه بکنم از طرف خودم. بفرما. من دوست داشتم که همیشه در انتهای پادکست اون 1 دقیقه فقط زمان داشته باشم بتونم یه کتاب معرفی بکنم، یا تو هم میتونی این کارو بکنی. برای امروز من خودم با آرش هم در واقع بعد از این پادکست سعی میکنیم که شاید در قالب یک پست یا یک صفحه جدید به نام دانلودها قرار بدیم و شاید مثلا کتابی رو لازم داشته باشید که به حال دسترسی بهش سخته، یه بخش معرفی کتاب خیلی سریع میخواستم کتاب منشأ انواع رو نوشته چارلز داروین رو برای شب اول معرفی بکنم. خیلی کتاب خوبی هستش که حدود 500 صفحه هستش، شاید بیشتر، اما این کتاب واقعا ارزش خوندن داره که همونطور که میدونیم خیلی سریع چارلز داروین جهانگرد معروف انگلیسی، ایشون در یک سفر دور دنیا که 5 سال به طول انجامید میره و یک سری گیاهان و فسیل ها و سنگواره ها رو جمع میکنه و به زادگاه خودش انگلستان برمیگرده و 22 سال باقی مانده زندگیش رو روی این کتاب کار میکنه که اسم این کتاب منشأ انواع هستش. من سعی میکنم که این رو در قالب یه پست یا در بخش دانلودهای سایت danestegi.com قرار بدیم و دوستان این کتاب بدون سانسور هستش، یعنی نسخه اوریجینال هستش که در واقع به زبان فارسی هستش و دوبله شده فکر کنم بیشتر از 30 سال 35 سال یا 40 سال پیش هستش. ما اینو سعی می‌کنیم در قسمت توی سایت قرار بدیم، حالا به هر شکلی که هستش. و اینکه اگر کتابی رو لازم داشتید که نیاز بود ما براتون به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی حالا هر چی دانلود بکنیم و بذاریم و معرفی بکنیم خوشحال میشیم. این قسمت آخر حرف من بود. اوکی، پس من از همینجا با همگی خداحافظی میکنم تا پادکست بعدی. حتما کامنت بنویسین، لایک بزنین، سابسکرایب بکنین، پیج فیسبوک ما رو حتما ببینید و اونجا هم لایک بکنین، اونجا هم کامنت بنویسین. ما حتما خیلی دوست داریم که کامنت های شما رو بخونیم و یکی از مهمترین دلایلی که ما این کار رو میکنیم خاطر همین کامنت های قشنگ شماست. دقیقاً. من هم به نوبه خودم در آخر برنامه از آرش عزیز تشکر میکنم، خیلی اطلاعات خوبی بود و تا پادکست بعدی یا در واقع تا درودی دیگر، بدرود.